فعالیت کنه. یعنی تا این نتونه در یک ضعف ریاضی با برگاهی برونی فاضلات با برگاهی برونی هم نمیتونه دیگه، درسته؟ پس منظر اولویت ما ابتدا بایستی این شرطی رو دیکاندیشنینگ انجام بدیم، بعد سراغ ترس‌های گذر هراسانه بریم. حالا چون اینجا گفتیم 6 مثلا 6 و 7 و 8 تقریبا نیست که تا 9 بله مربوط به این میشه. فقط در صورتی مثلا برخی درمان‌ها کوتاه میشن، درمان‌هایی که فرد پنیک رو فقط در موقعیت‌های گذر هراسانه ترجمه کنه مرحله 6 و 7 و 8 دیگه انجام نمیگیره. بس دوستان اینو دقت کنید. اگه مراجعه داشتید، چون من دارم این مراجعه که هم گذر هراسی داره و هم ترس از فعالیت‌های خاص داره، حالا خواهیم گفت این فعالیت‌ها چیه. اون وقت این پکیج همون 12 تا 15 جلسه است. ولی اگر با مراجعه روبرو شدید که فقط پنیکش در شرایط رویارویی با محرک‌های گذر هراسانه است و از فعالیت‌ها نمی‌ترسه، مثلا استحمام کردن، توی محیط بسته قرار گرفتن، تو آسانسور رفتن، فعالیت آسانسور نه، تو فعالیت مثلا هر چیزی که گرمش کنه، داغش کنه، تپش قلبش رو بالا ببره. گفتیم حتی ممکنه زندگی جنسیش رو متوقف کنه، چون تو اونجا می‌بینید تپش قلب بالا میره. پس بنابراین جلسه 6 و 7 و 8 معطوف میشه بر شناسایی، آموزش و دیکاندیشنینگ کردن این ترس ها. ولی ببینید چرا جلسه 6 از اون ابتدا نیست؟ این باعث قبلا آموزش رو ببینه، تمرینات تنفسی رو بلد باشه، چون اینجا خواهید وقتی روبرو میشه باید تمرینات رو انجام بده. به اضافه که شناخت هایی که فاجعه آمیزانه هستن اونا رو تا حدود کنترل کرده باشه، آمادگی برای رویارویی با برگاه‌های درونی داشته باشه. درونی هم گفتم اینترسپتیو انتریوسپتیو میگم. مثلا یه ببینی که دلت میلرزه، احساس کازه الان که گفتی مثلا سستی، اینا همه احساسات درونی هستن که تو شرطی شدن صورت میگیره. خب منطق رویارویی با برگاه‌های درونی باید گفته بشه. میام نهایتاً تهیه سلسله مراتب رویارویی تکالیف خانگی. خب برای زمینه سازی رویارویی با برگاه‌های درونی مرور مفهوم شرطی سازی با برگاه‌های درونی رو ما میگیم. اینجا باز شرطی شدن که هست، شما میدونید که شرطی شدن همون پاولوفیه دیگه. ما قبلا اشاره کردیم که به اصطلاح این مثال هایی که میشه زد، نگاه کن آدمایی که سکته قلبی کردن، شما میدونید که یه مشکلی روانشناسی میدونید که هلت سایکولوژی همه جا رو اشغال کرده دیگه تو خارج. شما سانس یا بخشی در بیمارستان نمیبینید که روانشناس توش نباشه. چرا؟ چون اینا احساس میکنه این قلب دیگه اون قلب قبلی نیست. مثلا الان ما اگه تپش قلب بگیریم این اصلا ترسی نداریم، همون مارگزیده از ریسمان. ولی خدای نعلت سن شما که نه، بیشتر تو سن ما اگه مثلا طرف یه سکته کرده باشه و بعد ایا و فلان و بهمان، این بعد دیگه هراسان میشه. من خودم با جناقم حقیقتش طفلی که سکته خفیف کرده، آقا رفته این وسایل پزشکی خریده، هی فشار میگیره، هی یه چیزای دیجیتالی خریده. میگه خانمش میگه آقا این میاد میگه ببینم تپش قلبم کجا رفته. اینا چیه؟ اینا اینکه این طرف شرطی شده دیگه. قبلا آدم کور میخوردیم، حالا میبینی که تا یه خورده فعالیت میکنه. حتی معلومه میخواد شباهت و قرینه ایجاد کنه ما که آدمای پنیک خوشبختانه مشکل قلبی ندارن، فلان ندارن، ولی از ذهنی انگار که یه سکته کرده و در نتیجه با کوچکترین علائم یه خود فشار میره بالا پایین. این دقیقاً نسبت به این علائم درونی ما میتونیم مثال بزنیم دیگه که مثلا همون گفتم مارگزیده از ریسمان سیاسفید، بگیم بالاخره اینی که قبلا شما خیلی فعالیت میکردید، گرمی هوا، سردی هوا، به اصطلاح تنگ شدن نفس، اینا برای تو چون تعبیر تفسیر درست میشد، ولی الان خود اینها به طور اتومات ماشه هراس رو در شما به جریان میاندازه. و چون ما اطمینان داریم که به اصطلاح همچنان که قبلا هم گفتید تو جزئیات هم خوندید که پنیک هیچ خطری نداره، بنابراین ما باید از شر به اضافه که مثلا اینا نه تنها از یه سری فعالیت‌ها میترسن، باز یه سری فعالیت‌های جبرانی دارن که اینا باید شناسایی بشه. مثلا میگن که ما الان دیدید که یک باری آدم یهو از حالت درازکش پا میشه، یه خود سرگیجه میگیره گاهی اوقات، و ما میدونیم ما پایین خود میستیم تا این ستاره زدن تموم بشه. اینا چون از این حالات میترسن، هر حالتی که احساس خلا ایجاد کنه، احساس سرگیجه ایجاد کنه،
میگه پنیک میخواد پاشه، ممکنه که اینقدر با آرامی پاشه که یا مثلا دیوار رو میگیره پا میشه، یا مثلا ممکنه صندلی رو بگیره پاشه، یا مثلا پا میشه خودشو میکشونه به کنار دیوار پا میشه مثلا. اینا باز همون سیفتی بیهیویر است. هم گفتم حمام ممکنه بکنه، ولی دوش رو آب قبلا که با آب داغ ممکنه آب رو ولم کنه، ببین پنجره رو باز میذاره، در رو نیمه باز میذاره، به خانمش میگه هر وقت حالم به هم خورد بیا منو نجات بده مثلا. خب یا بالا خانم اینطوره. یعنی ما اینجا میخوام بگم اول که شرطی سازی رو براش توضیح میدیم که اینطوره، برای اینکه چطور این رفتارهای اضافی که در واقع در جهت حفظ ایمنیه در سیستم رفتاریتون اومده و شما میدونید که تا مادامی اینا شکل‌هایی گفتیم از چی هم اجتناب هستن و مادامی که اینها چیزایی که به اصطلاح میشه، مادامی که این ترساره دارن و این رفتارهای اعتیادی رو انجام میدن، حقیقتش درمان نمیشه دیگه. مثلا تمرینات بدنی، بحث‌های هیجان انگیز، مثلا بادیگیری وارد بحث نمیشه. حالا اینو میگم چون میشه پنیک، میدونید تو آمریکا مشکل تجار موفق که مثلا آدم‌هایی که تیپ A هستن، ما همین گفتیم دیگه، حالا خوشبختانه استرس رو گفتیم، حالا که کسی که سبک زندگی استرس وار داره و بلا استثنای آدم‌های تاجر مثلا اینها، مثلا غرب توی امریکا حقیقت اونجا مفت کسی نمیتونه یه چیز بخره یه جا دیگه بفروشه پولدار بشه، اونجا باید کار خلاق کنی. حقیقتش اینه که با حفظ خود در اون سطح مستلزم فعالیت خیلی شدیده. این دوستمون که رفت آمریکا اومد بود با من صحبت میکرد، میگفت حقیقتش اینه که آمریکا دیگه این خانواده که یکی کار کنه 4-5 نفر بخورن همچین خانواده دیگه وجود نداره. مثلا تو ایران معمولا خانم‌ها که کم کم تو کار اومدن، ولی خب استاندارد اینه که پدر کار میکرد بقیه میخوردن دیگه. میگه همیشه چیزی دیگه دیده نمیشه، یعنی خانواده همه باید کار کنن تا بتونن سرپا، همه باید به شوک کنیم دیگه، به شوک کنیم اینا دیگه به نفعه. خب اونجا میگه همه باید کار کنن. بعد دیگه تعطیلات اصطلاح انگلیسیش یادم رفته بود، یه اصطلاحی دارن اینها، اونم مثلا که مثلا پلینگ همچی چیزی به اصطلاح اینه که مثلا که شما میخونی یه آمریکایی یا میبینی یه نفر مثلا رو کاناپه خوابیده، یکی در مسیر رسیدن به یخچال خوابیده، یعنی اینطور که هر کسی سر جاش بخواد. یعنی اینقدر در طول هفته خسته میشن وقتی میرن خونه میبینی هر کدوم که یه جاش شل ول افتاده، یکی کنترل تو دستش خوابیده، یکی داشت میرفته آب بخوره خوابیده. آقای همچین جماعتی اینجور چیزا هستی که باید شک کنی، اینجا تازه کار نمیکنه نفت رو برای ما نگه داره. این اونجا چون اینا نفتشون رو نمیفروشن فلان نمیفروشن باید کار کنن دیگه. منظور اینه که خب اون میگن که باید اون پنیک میشه، نه که ما نشستیم میده تصویر این باید بندازیم اون باید حالا از اون باید بندازیم خیلی خسته شدیم. خب این پنیک نمیشه که پنیک کسی میشه که اوورلود کاری داره، بعد کار فکری خیلی چیز داره، باید شرکت از تو ایران هم هستن این شرکت‌های خصوصی اینا، اینی که می‌بینی مثلا تا کارخونه داره فلان بهمانه و این میخواد بالاخره استابیلیتی داشته باشه این کارخونه. منظور که اونا میشن اون شرایط زندگی پنیک رو در اینا راه میاندازه. خب منطق رویارویی با برگه‌های اینجا ما گفتیم به مرور مفهوم شرطی سازی با برگه‌ها و تشریح لزوم رویارویی با این برگه‌ها به منظور شرطی زدایی. منطق رویارویی با برگه‌های تمایل طبیعی برای اجتناب از احساسات ترس‌آور. اینجا از احساساتشون میترسن. هر فعالیتی که احساسات ترس‌آور انجام میده از اون فعالیت پرهیز میکنن که ما میخوام یه بحث هیجان‌آمیز، یعنی توی محیطی بحث میکنی بعد یهو احساس میکنی سبکی سر دیگه سر. یه معلمی اومده بود گفت من حرف میزنم یهو احساس میکنم تو هوا معلقم. حقیقتش برای من چند بار در کلاس پیش اومد، این روزی که 6-7 ساعت پشت سرم اینو باید آدم تجربه کنه که حرف زدن چقدر از آدم اینجا بعد میبینی که یهو احساس سبکی میکنی. خب ما چون روانشناسی این تفسیر میکنیم میگیم اوف استرسه، یه خورده باید بشینم آرام، ولی خب این حالت ممکنه در برخی احساس چیز ایجاد کنه، وحشت، واسه توی تعبیر این علامت. یعنی اینجا نگاه ما طبیعتاً از این احساسات پرهیز میکنیم و به حفظ ترس از طریق من اصلاح سوء تعبیر، یعنی چون اون احساس رو سوء تعبیر میکنه روبرو نمیشه اون
سوء تعبیر هم تصحیح میشه. چنین اجتنابی ممکن است به شکل تأمل کردن، منحرف کردن حواس خود یا جستجوی ایمنی به محض توجه به احساسات را به خود بگیرد. تو درمان ما من گفتم شاید اینجا یه بار دیگه بگم. اختلالات اضطرابی، اینو بچه‌ای که با من درس داشتن به تفصیل تو کلاس‌ها گفتن. حقیقتش ما باید منطق رو بدیم. دو نوع منطق برای مقابله با اضطراب داریم. یکی ریسپروکال اینهیبیشن آقای ولپس. ریسپروکال اینهیبیشن یعنی چی؟ بازداری مقابل. حرف ولپه اینه که برخی هیجانات دیگر رو چیکار میکنن؟ اینهیبیت میکنن. مثلا تو نمیتونی هم آرام باشی هم عصبی، هم آرام باشی هم مضطرب. بعد در نتیجه اگه من بخوام اضطراب یا خشم تو رو اینهیبیت کنم، باید به چی یاد بدم؟ باید آرامش یاد بدم. میشه ریلکسیشن. حتی میگه 3 تا پاسخ ضد اضطرابه. چی؟ یکی همین ریلکسیشنه، دوم اسرتیویتیه. بنابراین تو پکیج درمان ولپه اسرتیو ترینینگ هست. کسانی که اسرتیو نیستن ممکنه مضطرب بشن دیگه یا خشمگین بشن. 3 نوع الگو داریم: اسرتیویتی، انفعال، پسیویتی و همچنین اگریسیو بودن. ولپه میگه که اسرتیویتی هم ضد خشمه هم ضد ترس اگه اسرتیو بشیم. سومیش پاسخ سکسه. از سکس 2 گام داره دیگه. یه گامی که تهیج و تحریکه تا مثلا نهایت انقباض ایجاد میشه تو مرحله نهایی ارگاسم. بعد از ارگاسم بدن شل میشه. واسه همینه که مثلا در کسانی که اضطراب دارن، مثلا در نوجوانان معمولا بالای 90% میشه حدس زد که خود ارضایی هم هست. چون به طور اتفاقی متوجه شده که از طریق خود ارضایی میتونه سطوح اضطرابش رو کم کنه. اون روی سکه اضطراب در نوجوانان خود ارضاییه. حتی نوجوانان خیلی عصبی اینا معمولا خود ارضایی هم میکنن. البته اون بعد خود ارضایی چیکار میکنه؟ دور معیوب ایجاد میکنه. چون در کوتاه مدت شل میکنه و بعد عذاب وجدان دوباره تنش رو بالا میبره و این چرخه معیوب باز میگرده. مثلا یکی از پاسخهای ضد اضطراب چیه؟ ریلکسیشن ترینینگ. ولی منطق این تکنیک چیه؟ ریسپروکال اینهیبیشنه که نظریه ولپه، البته نظریه شینگتون و ولپه است که اینجا باعث فرد اضطراب رو تجربه نکنه، بلکه اضطراب رو به وسیله آرامش چیکار کنه؟ اینهیبیت کنه. شیوه دیگه داره که بنیان اکسپوژر تراپیه. اکسپوژر تراپی اضطراب تجربه میشه و از طریق مکانیزم خوب‌پذیری کاهش پیدا میکنه. اینجا خواستم اینو بگم، منحرف کردن حواس. یعنی در روش‌های درمانی ما، یعنی گروه بالو، به هیچ وجه نباید حواس پرت بشه، بلکه باید بر روی احساسات تمرکز صورت بگیره. هر چیزی که حتی مثلا واسه همینه که ما مثلا در درمان OCD ریلکسیشن دیگه آموزش نمیدیم، چون ریلکسیشن سطح اضطراب رو کاری داره که در این روش مکانیزم درمان چیه؟ مکانیزم هابیچویشنه. حتی ما توی این چیزا پردازش هیجانی رو مجرد امروز گفتم خب تو هابیچویشن چه اتفاق میفته؟ حقیقتش مقاله هم هست، حالا فرستادم، کسانی که خواستن میتونن ایموشنال پروسسینگ، پردازش هیجانی که باز جای بحثش اینجا نیست، میگم اینا رو ما تو دروس نظری بحث میکنیم که ایموشنال پروسسینگ چیه، پردازش هیجانی چیه، که نتیجه تئوریه که میگه چرا اکسپوژر تراپی مؤثره. متوجه هستید؟ مقالهشو فرستادم، مقاله‌ای که سالا پیش، من در 12 سال دیگه اونجور مقالات تئوریک نمی‌نویسم، گذاشتیم کنار برای جوونا. ولی اون دوره کوتاهی که من نوشتم گاهی خود میگم بابا عجب چیزایی نوشتی یا خودمون. بله بفرمایید. گفتین که جرأت ورزی هم ضد خشم هم ضد اضطراب دیگه. نگاه کنید انگر و انزایتی خیلی شباهت با هم دارن، فقط در جزء رفتاری با هم متفاوتن. در انزایتی ترس بگیم اینا رفتار فراره، در اونجا رفتار تهاجمیه، ولی اجزای فیزیولوژیک هر دو آدرنالین زیادی آزاد میکنن، یکی برای فرار یکی برای ستیز. خب بنابراین میخوام اینو بگم که این که بسیار در این روش اجتناب به شکل تحمل کردن، منحرف کردن حواس خود یا جستجوی ایمنی به محض توجه به احساسات را به خود بگیره، یعنی باعثی به اینا رو انجام بده. خب اجتناب از فعالیت‌های محرکه که احساس القا میکنه، گفتیم تمرینات بدنی، بحث‌های برانگیزنده هیجان، فیلم‌های هیجانی و ترسناک، اتاق‌های گرم، دوش گرفتن در حمام گرم و پر از بخار، برخی غذاهای چرب، خامه‌ای یا محرک‌های مثل چای و قهوه. حقیقت اینا کم کم شروع میکنن به این پرهیزات، یعنی هر چیزی که احساس کنه یه مقداری
تپش قلب اینا ایجاد میکنه. مثلا یه راننده بیابانی یعنی بین شهری، راننده کامیون نبود. این شهرهای اطراف آدمی بود جالب. این برخی میگن آقا کمسایشون میگن به زوش سیک نداشت کلاس 4 5. و جالب اینه البته از توسط آقای دکتر اگه اشتباه نکنم دکتر نابدل به من ارجاع شد با پنیک دیزوردر ویت اگورافوبیا. خیلی جالب ایشون همین شهرهای حتی مثل شبسترینا مسافر کشی میکرد. یه بار که شب داشت برمیگشت تو راه حالش به هم میخوره تو ماشین. احتمالاً حالتی شبیه پناه غذای بدی خورده بود چی خورده بود نمیشه همون شرطی شدن که احساس نفس تنگی میگه ماشین کنار زدم چیز بالا آوردم نفس کشیدم احساس کردم داره میمیرم. حالا غذا مسمومش کرده بود چی کرده بود. ولی اون شرطی شدن یعنی آخه مغزی که شرطی میشه مغز کورتیکال نیست که آمیگدال سیستم میگن آمیگدال دیگه. شما نظر لدو اینها میگن شرطی سازی پارلوفی نقش آمیگدال خیلی برجسته است. بالاخره شرطی شدن. بعد از این ابتدا مسافرت بلاش اینه که تا زمانی که تو ماشین کسی بود مشکلی نداشت. وقتی ماشین خلوت میشد دوم وقتی تاریک میشد یا نسبت به ایناش اینو میگن چی همون کیوهایی که ماشین میچه کنه. بعد متاسفانه پیشرفت کرد دیگه نمیتونست مسافر کشی کنه. به محضی که تو ماشین میشست حالت شبه پنیک بهش دست میداد. بعد دیدیم که از خوردن همین گفتم این مثلا از غذای چرب و اینا و شیرینی پریز میکرد. آخرین باری که مثلا از اون آدمای سیبیل کلفت یعنی قدش چیز یعنی پنیک شوخی با کسی نداره. یعنی شما اگه میدی که این پنیک داره میدی این پنیک داره خب خیلی درشت بود اینا با خانمش اومد. وقتی که دیگه اومد پیشم خیلی جالب هم نمیتونست به تنهایی از خونه خارج بشه و هم این که تو خونه نمیتونست به تنهایی بمونه. این بیچاره خانمش اسیر عبیر شده. همینجا این غول باش بود. خب دیگه شوهر خوبه ولی خب برای دقایق بره دنبال کارش دیگه. میگه همش کنار بشینید. یه خانم آقای من پسر از شدت البته اینا بیماری دیگه پسر ازدواج کرده خانم همینجا گریه میکنه دختره. واظب باشید بچه‌ها. آقا مشکل چیه؟ این اصلا میگه آقا میره کار میگه دلم تنگ شد. میاد دوباره پیش خانمش میشه. میگه آقا دیگه خفم کرده دکتر. این من بیچاره کرده. میگه از دست نمیدونم خونه بمونید. تا زنگ میزنه کجاست؟ دلم تنگ شد بیا خونه. کارشو ول کرده، بارشو ول کرده. مسافرت میگه همین عید آخرین باری که دیگه دعوا شد دختره قرار کرد رفت خونه یه چیز. میگه تو را داشتیم میرفتیم نصف راه الان ضروریه بری تهران مثلا اینا نمیشه برگردی من داره دیوانه میشم. اونجا هم اینطوری نگاه میکنه نگران بود. تو چه بیماری‌هایی وجود داره. از این میگه اینا مستعد چیه اینا پارانویا هستن. اینا کسانی که اسید میریزن. بنابراین اگه یه نفر میگه دیوانه‌وار شما رو دوست داری علامت خوبی نیست. این مریضه. آدم هیچ وقت هیچ آدم دیگه رو اونقدر دوست یعنی اینه که من میمیرم این باشه باید کلاتم طرفش افتاد طرف کارشو ول کنه هی گل بفرسته هی بگه چه سری چه دمی عجب آقا این علامت خیلی خطرناکیه. از اینجور آدمایی که عاشق میشن باید پرهیز کرد مخصوصا خانم‌ها چون این بیشتر از اون اینی که چون اینا بعد اگه به این نتیجه برسن که به شما دست پیدا نمی‌کنن ممکنه شما رو بکشن اینا. حالا به پسر بودم بابا تو مریضی آخه تو باید بیای تو درمان کنم من آخه چه کاری آخه. خب منظور که اون غول بیابونی هم از خوردن شیرینی خامی می‌دزد. ما تو گوسفند با پشمم بخوری چیزی نمیشه یه اداها چیز یه مرد سایی با اون دو ترمی میگه چرا با خود تهمت میزنی لا اگه شما درستش کردیم باز همین طریق خیلی خوب جواب میده اینها خیلی خوب خب بس مقصود از رویارویی با برگه احساسات درونی خوب توجه کنید الغای مکرر احساساتیه که تصاورن. این رویارویی تا به میزانی صورت میگیرد که پاسخ ترس تضعیف شود. اعتقاد بر این است که کاهش ترس به واسطه خوب‌پذیری رخ میدهد. نیز آموختن این نکته این میشه شناختی که این احساسات خطری در بر ندارند. علاوه بر این الغای مکرر اجازه میدهد تا راهبردهای شناختی و نفس کشیدن شکمی برای مدیریت اضطراب تمرین شود. یعنی که هم روبرو میکنیم و بعد افکاری که فعال شده و بعد تمرین پس از اون یعنی ابتدا الغای
از اینجا گفتم الغای احساسات ترس‌آور. ولی برای الغا اینا کنید رویارویی با برگه احساسات درونی دو تا هایرارکی باید تشکیل بدیم برای همین. یه نوع هایرارکی که به اصطلاح ما یه سری تمرینات میدیم و از اون برگه سطح اضطراب، شدت احساسات و تشابه با پنیک که نشوندن برگه سوم. اینا رو تو کلینیک انجام میدیم تو جلسه ششم تحت عنوان تهیه سلسله مراتب رویارویی. یا ما یه سری تمرینات به این آدما میدیم و بعد بر اساس این تمرینات سلسله مراتب میسازیم. چون میگن 0 تا 8 یه سلسله مراتب میدونید چیه که اینجا فقط یه توضیحی که باید به بیمار بدیم. سلسله مراتب اینه که یک سری کارها که احساسات اضطراب ایجاد میکنن. فرد باید شدت اضطراب‌زایی و تباهتش با پنیک رو بین 0 و 8 مدرج کنن. اما یه چیزی که تو اون جلسات اول چیزی هست به نام Subjective Unit of Distress SUD. اینا رو باید با بیمار، چون ما خودم اشتباه میکنم چون روانشناسا همه میشناسن این SUD رو، ما اصلا بیمار نمیدونه. یا ما کیفیات داریم، مثلا تا اضطراب 0 تا 100 یعنی چی؟ بلکه یا اضطراب دارم یا کمی اضطراب دارم یا اضطراب ندارم، یا اضطراب تو درجه میدی والا کجا باید بکشم اضطرابمو؟ چون چیزای فیزیکی میتونیم ما، ولی خب روانشناسا چیکار میکنن؟ با حالات، به قول ارسطو به چونی‌ها کمیات نسبت میدن. ما به ناراحتیمون میتونیم عدد نسبت بدیم. برای اینو باید به بیمار آموزش بدیم. مثلا میگیم میتونم اینطور بگم که من مضطربم، من مضطرب نیستم. این میشه چی؟ 0 1. و این میشه یک متغیر چی؟ حالا به زبان روانشناسی متغیر اسمی. حالا من بگم من کمی مضطربم، هیچ مضطرب نیستم، کمی مضطربم، متوسط مضطربم، شدید مضطربم، خیلی شدید. این میشه چی؟ مقیاس رتبه‌ای یا ترتیبی. درسته؟ حالا بعد به بیمار میگیم خب ما میخوایم نه دقیق مثل متر فیزیکی، مثلا به اصطلاح مثلا کمی تا به اصطلاح متوسط 0 تا 50، متوسط تا خیلی شدید مثلا چند تا 100، متوسط تا شدید میتونیم تا 75. اگر مضطربی چه نمره میدیم؟ معمولا وقتی اینا رو داره به بیمار آموزش میدیم معمولا 2 تا نمره میگیم، میگه 70 75 80. میگه نه یه نمره بگو دیگه. حالا بعد میتونه در اثر تجربه کم کم اینو میگن چی؟ Subjective Unit of Distress یا چی؟ واحدهای ذهنی ناراحتی. یکی از چیزهایی که درمانگران شناختی و رفتاری یاد میدن اینه که ما بر هر خشم، ترس، اضطراب، نگرانی باید به اینها نمره نسبت بدیم. اینو وقتی آموزش دادیم به نام فرم هم که داره گفتیم، فرم شماره 3 که اینجا هست، این فرم شماره 3 بود. یعنی من سطح اضطراب، شدت احساسات مشابهت با احساسات پنیک بین 0. البته این توی PDF جاش تغییر کرده، من شکل PDF شو گذاشتم، من ورد شد. در واقع هیچ زیر این 0، خفیف زیر 2، متوسط زیر 4، شدید بسیار 6 و بسیار شدید 8 که فرق بایستی به این احساسات. خب حالا چه تمریناتی میدیم؟ نگاه کنید اینجا لیستیه، البته میتونید شما به این لیست اضافه کنید. متداول ترین فعالیت هایی هست که القا کننده احساس اضطراب، احساسات بدنی اضطرابزاست. اولی تکان دادن سر به مدت 30 ثانیه. همونطور که صندلی میذاریم از بیمار میخوایم که به مدت 30 ثانیه اول خودمون مدل قرار میگیریم، 30 ثانیه سرشو اینطور کنه. شما بکنید ببینید با چشم باز. گردن صدا میده. بس 30 ثانیه کار میکنه. حتی میتونه تند باید بکنه، تند خیلی سریع این کارو بکنه تا سرگیجه بگیره و بعد میگه که اون احساس اون سه تا ستون رو از 0 تا 8 میزان میکنه. قرار دادن سر میان پاها برای 30 ثانیه و بالا بردن سر به سرعت. یعنی چین چیزی که شما به شکل این که مثلا پاشو به این شکل میذاره، سر رو بالا پایین میاره. آره دیگه. حتی این سر اینطور میشه تکون داد، باز اینطور هم میشه تکون داد. دیگه قانون نداره دیگه. این که ببینید که هر کدوم بیشتر. خب سر جای خود دویدن به مدت 1 دقیقه، یعنی که به فرد میگیم جو باشه و سریع به دور. ممکن بگه البته اینا رو کی پر می‌کنیم؟ من یه بار دیگه بگم کسانی که از این فعالیت‌ها چیزن، اگه یه نفر پنیکش ربطی نداشته باشه میریم یهو سراغ گذرهراسی.
نگه داشتن نفس تا جایی که برای فرد محکم است، حبس تنفس. فرد نفسش رو حبس میکنه، نگه میداره و وقتی تا اونجایی که میتونه و باز دوباره با از طریق اون فرم اون 3 ستون رو 0 تا 8 نمره میده. حفظ تنش عضلانی بدنی کامل به مدت 1 دقیقه. این بدنش رو صفر میکنه، میگیم همه بدنت رو صفر کن، صورت، شونه، پا، هر جایی که میتونی. خب این خرنگی که ریلکس میکرد فقط تنش ایجاد میکرد، با تنش ایجاد میکرد. گفت دستتو مشت کن، این مشت کرد، مشتتو مشت کن، مشت کن، شونتو چون کن. آقای خدای سوسک خوش کرد با این بالوینا بیان ببینن توی چه خبره. چی کار داره میکنه؟ داره ریلکسش میکنه. بابا خواهر مادرشی فرستادی مکه بس ریلکس میکنم. اینه که آقا این تکنیکا رو درست یاد بگیر فردا این خلق الله پول میدن میان اونجا بیچاره نشن دیگه. گفتم مرد حسابی آقا تو یک بار ریلکسیشن رو پیش یکی ندیدی؟ همه جاشو صفر بکنه. آقا گفت دیگه نمیشه آقا دیگه شکم تو صفر بس اون آقای دکتر مطمئن من خوب میشم. فیلم اگه پخش بشه توی اون یوتیوب رکورد اون پسر که کره‌ای رو میشکنه این خضر خودش این درمانگر نمیدونه بلا رکورد میشکنه 2 میلیون میاد تو حسابش. بابا زندگی تو بکن درمانگری پیشکش. خب آقا حفظ تنش بدنی کامل. بعد این حالت رو باز بدید 0 رو روی صندلی قابل چرخش به مدت 1 دقیقه چرخیدن. اینا که نیستن، اونایی که هستن میگردن. این آدم رو مینشونه میگیم چشماشو باز بذاره و میگردونیم. پدرشو در میگردونیم. یه کاری میکنیم پنیک از یادش. تو پنیک گرفتی پدر سوخته. خب منطقش اول میدیم. آقا اینو 1 دقیقه میچرخونیم. بعد این دوباره نفس کشیدن سریع به مدت همون گفتیم به مدت 1 دقیقه بعدی تو نفس بکشی. این واقعا دخل آدم رو در میاره و باز دوباره تو اون 3 ستون نفس کشیدن از طریق یک لوله باریک در حالی که گذرگاه‌های بینی بسته شده است. خب اینجا فقط هایرارکی داره تشکیل میدیم، اینجا که درمان نمی کنیم که. بله اینا همه تو جلسه 6 خب نه آقا اینقدر خوب جواب میدارم شما انجام بدید. این اصلا بقول مثل گفتم پسر میگه خوب شد. آقا به کندی هرچه ممکن به مدت 2 دقیقه نفس کشیدن. این یکی از چیزایی که در این پنیکا هست، حبس تنفس توی افسرده ها هست، کن نفس میکشن. بعد میبینید خودشو به چه شکلی نشون میده. هر از گاهی گویی که به اصطلاح مغز به اینها تامین میکنه یا میبینید یه میزان زیادی هوا میبلن. تا هم افسرده ها دیده میشه هم در پنیکا. بنابراین ما کن میکنیم، حبس میکنیم، کن میکنیم و ببینیم که چیه. خیره شدن به یک نقطه در دیوار یا به تصویر آینه‌ای شخص به مدت 90 ثانیه. این از خیره شدن هم احساس خوبی ایجاد نمیکنه. اگر حالا تازه میگه اگر این تمرینات نتونست اینو میگه اگر این تمرینات حتی در حد متوسط حالاتی برابر با حالات پنیک ایجاد نکرد، میتوان تمرینات زیر را اضافه نمود. صفر کردن ناحیه قفسه سینه که از طریق یک نفس عمیق پیش از نفس زدن ایجاد می شود. یعنی نفس رو میکشه، حبس میکنه، به سینه‌اش فشار میاره و به دنبال این نفس زدن رو انجام میده. ایجاد گرما از طریق پوشیدن لباس زیاد در یک اتاق گرم. الغای احساس خفگی از طریق حبس تنفس یا بر سر کردن کلا. البته اینجا کتاب گفته که این خانم‌ها بهتر میدونن این چیزی که برای رنگ میدن. شما میدید آدمایی که استعداد پنیک دارن در خانم‌ها نمیتونن اون کلاه رنگی که بسه چیکار میکنن، دکلوره اینا.
اوناست میگه که به محضی که میکشن سرشون اینا حالت پنیک بهشون دست میده. حالا ما دیدیم خدا چی بنویسیم کلا سرش بکشه، ولی در واقع یه چیزی رو بکشه به الغای احساس خفگی میکنیم. خب همگام با تغییر فرم سلسله مراتب فرض‌های غلط درمانجویان در باب خطرات احساسات اضطراب استخراج میشه. این فرض‌های غلط عبارتند از احساسات طبیعی رخ دهنده همیشه غیر قابل پیش بینی و احساسات غیر قابل پیش بینی ضرورتاً آسیبزا، یا احساسات طبیعی رخ دهنده غیر قابل کنترل و اگر مهان نشون بالقوه تهدیدزا هستند. خب اینجا دوستان نگاه کنید، بس جلسه اول ما یه بازنگری نسبت به تسک جلسات قبلی انجام میکنیم، بعد فرد رو در معرض یک سری تمرینات قرار میدیم، سلسله مراتب رو براشون تنظیم میکنیم. هدف مرحله 3، ولی اینجا ببینید ما فعالیت هایی که ما القا کردیم و ضرورتا ممکنه این فعالیت ها نباشه که خود فرد در زندگی ازش پرهیز میکنه. پس بنابراین که گفتم خود این مرحله 2 تا سلسله مراتب داره. یکی سلسله مراتب موقعیت هایی که ما القا کردیم، یکی بررسی این که خود فرد از چه فعالیت هایی اجتناب میکنه. اون میشه هایرارکی دوم. اول با هایرارکی خودمون صورت. خب تکالیف خانگی ادامه تمرینات بازنگری شناختی، چالش شناختی. خب یعنی جلسه 7 که میان دیگه هایرارکی ترسیم شده. ما یه هایرارکی داریم. خب میگه هایرارکی باید به چه شکلی تنظیم بشه؟ اونایی که اضطراب پایین ایجاد میکنن پایین قرار بگیرن و اینطور بره بالا. خب وقتی که این هایرارکی تنظیم شد، از جلسه 7 ما فرد رو با پایین ترین آیتم در سلسله مراتب ایجاد شده در جلسه 6 روبرو میکنیم. از درمانجو خواسته میشود اون تمرین رو انجام بده. اون تمرین رو انجام میده، بعد با بلند کردن انگشت معمولا اشاره مشخص میکنه که آیا احساسات رو داره تجربه میکنه یا نمیکنه. بعد از اینکه اعلام کرده احساس رو تجربه میکنه، به مدت 30 ثانیه دیگر با همون تمرین، مثلا این طرف سرش رو فکر کنن، مثلا این سر تکان دادن جزء پایین ترین رده است. اون وقت ما توی کلینیک بایستی مثلا این کارو بکنه و وقتی احساس اضطراب یا حالت شبه پنیک انجام داد دستشو بالا بیاره. بعضی که تازه دستشو بالا آورد که اون احساسات داره ایجاد میشه، 30 ثانیه دیگه باز الغای این احساس ادامه پیدا میکنه تا زمانی که تمایل به اجتناب از احساسات ایجاد شود. بعد از اتمام الغا اضطراب رتبه بندی میشه. تخصیص زمان به درمانجو تا راهبردهای مدیریت شناختی و تنفسی رو انجام گیره. یعنی چی؟ یعنی حالا بلافاصله بعضی که این احساس ایجاد شد، من گفتم تو خارج حتی الان دوستان میخندن، یا اون مرکز بارلو گفتم تو ایالت بوستون اینا حتی نوشتن چه داروهایی، چون اونجا تیم پزشک هم هست. بارلو اینا نظارت دارن، میگن آقا فلان دارو رو تزریق کنید. که اون تزریق ما هم تزریق کنیم، حالت پنیک به ما دست میده، احساس نفس زدن، سرگیجه اینا. ولی اینجا ما با فعالیت این احساسات رو القا میکنیم. پنیک کنترل تریتمنت اسمش، یعنی درمان و کنترل پنیک. اینجاست که میبینی از این جلسه ما پنیک رو القا میکنیم، ولی چون تمرینات رو قبلا الان باید چیکار کنه؟ خب وقتی که رسید میل اجتناب سخت شد، به جای فرار کردن یا فلان، اون وقت میگیم خب حالا آرام روی صندلی بشین، بدنتو شل کن، تمرینات تنفسی رو انجام بده. خب این چقدر خوبه. نگاه کنید ذهن چون میگه آقا جان این گروه بالو اینا بچه‌ای که با من درس پاس کردن، آقای مهدوی اینا پاس کردن آسیب شناسی رو، من اینا رو مجبور کردم درسته کتاب بالو رو بخونن. انا بچه‌ها خودش اومد گفت که کتاب نیل دیویسون کتاب خوبیه، ولی به پای کتاب ابنورمال سایکولوژی بالو نمیرسه. کتاب پر ایده پژوهشی. باز این دانشجوهایی که میگن خدا ایده پژوهشی، پر ایده پژوهشی. خب کتاب انگلیسی البته. و بچه‌ها وایسی میخونن، بچه‌ها دست جمعی ترجمه میکردن. حقیقت ما سخت میگیریم دیگه، تعارف نداریم که. یعنی کتاب انگلیسی رو باید بخونم، این فصل رو باید بخونیم. این استاد سخت و استاد تو خود جزء نه این خبرها. انا با من بالینی کودک دارن 3 تا کتاب رو گفتم بخون برای امتحان. یه دکتر من حقیقتش میشناسم، یه دادی سرش کشیدم که طفل نزدیک گریه کنه. گفتم بابا این بحثا رو باید کتابو بخونیم. استاد نمیتونه استاد تو رحم کن تو. نه بابا برید بخونید. این بعدا به جان این استاد دعا میکنید که با یه دسته تا کتاب رو خوندیم، باید کتاب رو بخونن.
کتاب‌های، چون به هر کدوم بخشی رو پوشش میدن، باید بخونن و امتحان بدن. تازه از کتاب‌های انگلیسی هم گذاشتیم. حالا برای خب میخوام اینو بگم که اینو می‌خواستم تو کتاب بارلو گفته، خیلی قشنگ گفته، بی‌نظیر گفته آقا می‌دونی هسته اضطراب چیه؟ حالا گفتم نگران، ولی نه، یعنی چی چیز اضطراب؟ ما چرا مضطرب میشیم؟ آقا تعریف کردن دیدم با دو تا متغیر مرتبطه: uncontrollability، unpredictability. هر جایی که این دوتا احساس رو القا کنه به شما مضطرب میشید. کنترل ناپذیری، پیش بینی ناپذیری. مثلا این الان بعد دیگه چقدر قشنگ میشه لکچر داد توی دیگه مدرسه. آقا کدوم شیوه‌های فرزند پروری بچه‌ها رو مستعد اختلالات اضطرابی میکنه؟ راحت بهتون بگم ارتباط داره فضاهای اولیه زندگی با اضطراب. باز من نمیگم بالو اینا گفتن، بودم سه تا خانواده اوورلپ داره، هم توشن. سه ساختار خانوادگی هست که ردخور نداره، بچه رو مضطرب میکنه. چی؟ اوور پروتکتیو فامیلی، خانواده‌های بیش حفاظت کننده، اوور پروتکت از بچه‌هاشون زیاد. اکثر مادرای جوان حالا که ازدواج کنن اینا این تاثیرگذار اوور پروتکت هم. پدر مادرای ما میفرستن کوچه میرفتیم میافتادیم دای شنا دایا فلان شبا قدیم عادت داشتن بچه بره و بیفته پاش بزرگ بشه. انا مثلا میگه مثلا بچه ما میخواد به پیکنیک ماشین میبره و همسایه زنده شما بچه‌تون رو میفرستی؟ بودیم کجا؟ یه پیکنیکی که در راست. یا خانم میفرستیم دیگه، خطر نداره، نمیخورم نمیپزه. نه بابا بفرست بره دیگه، بره پیکنیک. چون از اینا تعهد میگیرن که هر اتفاق مدرسه مجبور اون برگر رو بفرسته دیگه. ولی دیگه میفرستن رایحان نور اینا اتفاق دیگه. اوور پروتکتیو دیگه چی؟ اوور اینتروسیو، زیاد از حد مداخله گر. و اوور کریتیسیسم، بیش از حد انتقادگر. اما ردخور نداره. این نوشیدی فرزنده سوشال فوبیا ایجاد میکنه، انزایتی ایجاد میکنه، اضطراب فراگیر ایجاد میکنه. اینی که چرا؟ به خاطر که به حس کنترل، سنس آف کنترل، اضطراب حول و حوش سنس آف کنترل شکل میگیره. انا مثلا ما رو یو بفرستن مثلا یک کشور خیلی پیشرفته، خب ما جوان بودیم لیسانس بودیم دیگه، اون زمان الان دیگه نیست متاسفانه. آسپانیتا شاید بهشتی کنگره های بین المللی میزد، اینترنشنال. ما داریم لیسانس گرفته بودیم که کنترل بدیم. آقا کجا؟ دو تا هتل برای ما رزرو شده، هتل اویل و هتلی که تو چیز لاله است. حیرتش رفتیم اونجا دیدیم به ما یه کارتی دادن، رفتم دیدم در چیز نداره این یارو. خدا این دستگیری در کجاست؟ همه کتی باید میدون او دستگیری در کجاست؟ دیدم مردم هایی که الان نگه دهه 60 بوده دوستان. الان بله به خودتون قرره نشید. دهه 60 بود ما ندیده بودیم همچین چیزی. بعد رفتیم دیدیم ای بابا این دستشویشون چیز نداره. دستشوی خدای کجا تعبیه شد؟ شیرش کجاست؟ رفتیم که آقا اینجا خرابه شیر نرفت. آقا دستی یه چیزی هم بود شبیه کلاه، دستی میبردیم اونجا. الان میگم طبیعی شد. این شما میگم گرم میگم اکر نمید حال میکردیم. بعد بقیه دوستانم بود از جد راضی نباشه ما نمیگیم اسمشون. آقا زنگ میزدیم که آقا میوه فصل بیاییم نصف شب هر وقت دلتون خواب زنگ بزن. نه بابا اصلا خدمات 24 ساعت هست. متوجه هستی؟ آقا بستنی بیارید لطفاً. بستنی میارید، میوه فصل بیارید، میوه فصل. فکر کنم هتل برشکست کردیم دانشگاه شهید بهشتی تا صبح فقط سفارش میدادیم. عجیب. بعد میگفتیم اتاق ملبری غذا سرو بشه. بعد هر طبقه غذاخوری داشت. غذاخوری ایتالیایی ها، غذاخوری چینی ها،
و بچه‌ها ببین ایتالیایی چه خبر. آخه میرید اونجا میبینید یه نفر موهای فرفری داره گانگون میرا. پسره بود الان اسمش نمیارم، مال علوم پزشکی الان همدانه. بخشی پول چقدر باحاله، غذا میخوریم چنگم میزنن. خودم چنگم بیشور چنگم میزنن. منظور اینه که بخواستم اینه بگم و حالا قضیه بگم آقا جان تو همین الان آدمی که ما مصری تو شرایطی قرار بگیریم که سنس آف کنترل ما تضعیف بشه، مثلا با وسیله روبرو بشیم نفهمی که این چطور خوبه کار میکنه، احساس چی میشه؟ استراب پیدا. هی نگاه میکنی ببینی دیگران. حالا یکی پسره هست حقیقتش اینه دکتر قمری، این بچه‌ای که از چیز اومدن میگه آقا ما یه جا همین اوایل خب همین کنگره دیگه نیست که مثلا تون کنگره بود، کنگره گذاشتن میگه آقا رفتیم دیدیم خدا یه غذایی رو گذاشتن جلوی ما، یه چیزی اون وسط هست پیش غذا، هی نگاه میکنی خدا این چه چیزیه، میگه ما جرئت نمیکردیم. میگه پسرم کاناداست روانشناسه، میگه آقا این رفهمی بخوره این مثل قورباغه پرید از سفره بیرون. بعد یه دکتر فربود فدایی ضد روانشناس هست گفت اینطور نمیخونن که پسر، گفت نگاه کن با چنگال، اون بیچاره تو خونش با دست میخونه چنگال، با چنگال میگه اینطوری گرفت این موجود رو حالا هر چیزی، بعد مثلا برش میداد، بعد میگه آها بعد با دستمال بله. خلاصه آقا این مثلا میگه بچه ها میگه غذا ما رو چیکار کرده بود؟ مضطرب کرده بود، نمی‌دونیم غذا رو چجوری بخوریم. حالا نیام دوستان اون شرایطی که گفتیم مثلا اوور کنترلینگ بودن، اوور اینتروسیو بودن، اوور پروتکتیو بودن، این باعث میشه سنس آف کنترل چی بشه؟ پایین بیاد. یعنی اونجا از انجام امور معمول دچار اضطراب میشه. چرا؟ چون خانواده بهش فرصت تجربه، من این مثالایی که زدم برای شرایطی که برای کانتکست زندگی ما مستلزم رویارویی با اون موجودیت‌ها، مثلا خارج از کشور به این احساس خیلی به آدم دست میده، چون میگه چیزایی میارن، نه چیزایی میارن که دقیقاً تو نمیدونی چیکار باید باشون بکنی. یعنی همین جایی که ما استراب می‌داریم در یک کانتکست دیگه ممکنه استراب پیدا کنیم. خب بس بنابراین ما فرد رو بایستی روبرو کنیم. اینجا گفتیم که دو نوع مدیریت، می‌خواستم اینو بگم، ما قبلا تنفس رو آموزش دادیم، درسته؟ یعنی سنس آف کنترل ایجاد کردیم، بعد استراب رو القا می‌کنیم، بعد دوباره میاریم تو فاز چی؟ تو فاز انجام اون تمرینات تا احساس کنه دیگه پنیک فراچنگشه، پنیک رو میتونه کنترل کنه. و جز از این طریق، از طریق این جور تمرینات این کار ممکن نیست. بس بنابراین حالا توی سطح اینقدر انجام میگیره تا اون استرابزایی، اون فعالیت از بین بره. بین جلسات چیه؟ دیگه سلسله مراتب میدونید دیگه، یو همه رو دیگه بالا نمیریم، ما روی یک سطح که پایین ترین سطح میگیم جلسه اول کنترل میگیم. دومی چیه؟ مدیریت شناختی چیه؟ خب هنگامی که چه افکاری به ذهنش اومد، خب اینا قبلا کار کردیم، افکار چیه و بعد این افکاری که اومده اون وقت چی میشه؟ تحت چالش شناختی قرار میگیره. یعنی از طریق آموزش تنفسی کنترل بر روی استراب، از طریق چالش شناختی تعدیل و تصحیح شناخت هایی که با این فعالیت منفی ان و چی میشن؟ تشدید میشن. بنابراین میگه که تخصیص زمان به درمانجو در درون جلسه که با اینا روبرو بشه و قاعدتاً از طریق مدیریت شناختی و تنفسی احساس کنترل، سنس آف کنترل ایجاد بشه. درمانگر القای احساسات و به کارگیری راهبرد مقابلی را به درمانجو مرور میکند. بعد پایان جلسه دوباره اینا رو مرور میکنیم که قاعدتاً چیکار کردی، چه افکاری اومد، چجوری تونستی برای این افکار فائق بیایی، چجوری تونستی اون احساسات رو تعدیل کنی. فرد میبینه که به محضی که الگوی نفس کشیدنش تغییر پیدا میکنه، اون احساسات سرگیجه، تهوع، احساس از دست دادن، مشرف به مرگ بودن کاملا از بین میره. اون وقت خب درمانگر به هنگام مرور بر اهمیت تجربه کامل احساسات حین القا، تمرکز عینی بر احساسات به جای منحرف کردن حواس، اهمیت شناسایی افکار خاص و چالش با اونها از طریق ملاحظه جمعی شواهد تاکید میکند. درمانگر سوالات کلیدی رو
برای کمک به درمانجوها جهت شناسایی افکار غلط و افکار ایمنی بخش ارائه میداد. مثلا چه اتفاق میافتاد اگر چرخاندن سر 60 ثانیه دیگر ادامه میافت؟ این تجربه با تجارب طبیعی واقعی چه فرقی دارد؟ در صورت بروز افکار غلط خاص چالش شناختی صورت میگیرد. یعنی اینا کمک، این سوالا کمک میکنه تا فرد پاری از افکاری رو که اضطراب زای بگه و بعد چالش شناختی صورت میگیره. پس کل جلسه به این امر تخصیص داده میشه و اون وقت تکلیف خانگی چیه؟ یعنی باید تمرینات الغای احساسات منفی در شرایط بیرون از کلینیک انجام بده. شناسایی و چالش افکار همبسته با تمرینات الغا. بس میگیم روزی 2 یا 3 بار دست کم این تمرینات رو انجام بده. افکاری که ایجاد میشه حتی انجام بده، اینی که الغا میکنه، تمرینات تنفسی میکنه، افکار منفی خودش رو شناسایی میکنه. تو هر کدوم از اینا که توفیق به دست میاد یادداشت میکنه، میاره برای جلسه بعد. خب شناسایی به چالش. خب ابهامی اگه هست یا سوالی، چون این گام بسیار مهمیه. اون وقت میریم جلسه 8. جلسه 8 نگاه کن، رویارویی با احساسات درونی جلسه 7 ادامه پیدا میکنه و باز ادامه فرضی آزمایی. ما گفتیم 7 8 در واقع 6 7 8 اینها سه جلسه‌ای که رویارویی با احساساته و بنابراین با بررسی و شناسایی انواع و اشکال اجتناب. نگاه کن وقتی که تست میدیم، حالا ممکنه توی کلینیک چون ما هستیم این فرد این تمرینات رو به دلیل همون شناختایی که گفتیم، یعنی میگه اگه اینجا حالا به هم خوره دکتر است، اینجا بیمارستانه، اینجا کلینیکه، دکتر حتما یه چیزی میدونسته که گفته، دکتر از من چیزی نخواهد خواست، یا اگر مشکلی پیش بیاد کمک در دسترسه. اینا چی میشه؟ اتوماتیک تات هایی که باعث میشه که شدت اضطراب در کلینیک و بیرون از کلینیک با هم چی کنه؟ فرق کنه. در نتیجه وقتی که ما میگیم همین تمرین حالا تو خونه انجام بده، ممکنه به شکل‌های ظریف یا انجام نده، یا انجام رو غلط بده، یا انجام رو جایی بده که مثلا کسی هست حتما وقتی شوهرش تو خونه هست. بنابراین بایستی ما مرور کنیم تمرینات روزانه رویارویی با احساسات درونی رو ارزیابی احتمال اجتناب، چه به صورت شکست آشکار یا اجتناب ناآشکار. شکست آشکار اینه که میگه نتونستم آقای دکتر، هر چقدر تلاش کردم این کار اینجا که کردم اونجا نتونستم. نباید ما چیز بشیم، چی میگن، باید تحمل داشت باشیم، دوباره توضیح بدیم و بعد دوباره تو جلسه وادار کنیم و باز دوباره افکار غلط رو تصحیح کنیم و دوباره لزوم انجام این تمرینات رو بیرون از فضای کلینیک گوشزد کنیم. ولی ممکنه گاه به شکل ناآشکار ضمنی باشه، مثلا از طریق کاهش دادن یا به حداقل رساندن شدت یا دوری احساسات القا شده. مثلا ما گفتیم 1.5 دقیقه این چند ثانیه کار کرده و بعد تمرین تنفسی کرده، یعنی هنوز احساسات به اون حد گفتیم وقتی دست بالا میاد یعنی که داره احساسات رو تجربه میکنن، تازه بعد از اون باید چیکار کنه؟ ادامه بده. خب در نتیجه ممکنه مثلا من الان با یه خانومی که GAD داره کار میکنم، حقیقتش باز پیشرفت زیادی داشته ولی اول داغون بود، ولی من مثلا میگه که هنوز این بیشتر این کوچیک بوده، سیژر داشته. حالا چون GADه با این فرق میکنه، اونجا وری اکسپوژر تراپی داریم، هم جایی که آقای دکتر علو اونجا درمان مرجح وری اکسپوژر تراپیه. یعنی فرد رو گفتم که در اختلالات اضطراب از چی اجتناب میکنه؟ حالا اونجا باید نظریه پیچیده برکوویک رو بگیم که وری شکلی از اجتناب شناختیه. خب و اون وقت باید با وری خودش رو بشه از طریق تصویر سازی ذهنی. من وری اکسپوژر ایشون کوچیک بوده، سیژر داشته، یه دوری با این فنوباربیتال و اینها، یعنی سال هاست که به صورت داروهای ضد سر دیگه نمیخوره، ازدواج کرده، بچه داره و اون مشکلاتی که دخترایی که ازدواج میکنن تو این فرهنگ دارن با مادر شوهر و اینها مشکل داره اون بماند که وجود داره. ولی به اصطلاح این انا حراسش اینه که یه وقت جلوی شوهر دوچار تشنج بشه، دهنش کف کنه و بعد شوهر بفهمه که این سر داره و اینو طلاق بده. و این بچه 2.5-3 ساله‌ای داره، میترسه خب همین چیزا دیگه شوهر بچه رو بگیره، بعد شوهر ازدواج دیگری کنه و بعد این بچه توی اون خونه توسط یک نامادری، این میشه وری بچه ها. یا انا مثلا سر کردی شوهرت میخواد تو رو طلاق بده، هیچ کدوم. بعد از زلزله آذربایجان مراجعان GAD زیاد شد. با چه ترسی؟ باید ببینید GADه این که میترسه
زلزله بیاد خودش یا نزدیکان بچه‌هاش زیر آوار قرار بگیرن، مثلا اینکه زیر آوار نمیرن و تدریجا این جیدی متوجه هستی؟ چون باید بشناسیم البته این راست کار من بود، اینقدر این جیدی ها رو درست کردم بعد خدا اینجوری شده می اومدی دیگه کنارم گرمی داشتم فکر می‌کردم خط میده بمونن بیرا می اومدی مراسم کفن دفنی برای تو تهیه می‌کردی باید اگه اون کار رو انجام بدیم نه اونجا بایستی دقیقاً تو رو القا کنیم توی زین که آوار ریخته و تدریجاً داره میمیری، بعد که از مرگ هم میترسی مراسم کفن دفن هم باید برات جدی میگم این بدترین صحنه ممکن رو تصور کن و فرد اون وقت اینا کنیم. نمیدونم درمان اساسیش اینه، نگاه کن چون اینجا درمان اساسی اینه که با احساسات رو بشو با موقعیت‌های گذرهراسانه، ولی این خیلی زمخته دیگه، ما اینو میدونیم. من هم اول گفتم درمانگران جوان ممکنه اما ابتدا بیان این کارا رو بکنن ولی بیمار نیاد. چرا؟ چون آماده سازی صورت ما میایم آموزش میدیم استراب چیه، پنیک چیه، خطر نداره. مثلا اونجا میگیم وری، فرایند وری چیه. اون آموزش‌ها بایستی، حالا میگم آقای دکتر علی که دارن، حالا میگم که با فاصله ما ممکنه بذاریم، بستگی داره چون بچه‌ها ممکنه یه بار رفتیم. حالا من کتاب آقای دکتر علی که چاپ شد تفاوت من دیدم پکیج من با پکیج ایشون تفاوت‌هایی داره، چون میگم 10 ها پکیج هست. حتی وری فراشناخت درمانی هم که اختصاصی وری یا جیدی هست که باز اونم یه الگوی درمانه. حالا چرا؟ چون مثلا با اشکال مختلف درمان آشنا بشیم به ما تو کلینیک دستمون رو باز میکنه که بسته به شرایط از کدوم شیوه استفاده کنیم. به هر حال منظورم که اونم یه پکیج دیگه دقیقاً اینه. اونجا هم خیلی جا اینجا ما چطور مثلا میگیم پنیک چیز، اونجا میگیم وری چیه، فرآیند نگرانی چیه، اجزام مؤلفه‌اش چیه، روش‌های ایمنی بخش در وری چیه، کامپالشن. اونجا مثلا حالا خواهی مثلا اگه یه زمانی گذاشتیم شما تشریف داشتید خواهی که استیجش دقیقاً اینم استیج بندیه، ولی میخوام اینو بگم بالاخره هستش اینه که فرد رو با وری روبرو کنیم. چون گفتم که اون روی سکه اضطراب اجتنابه. ما مثلا اینو میفهمیم کسی که از بلندی میترسه مادامی که خودش رو در مکانهای بلند قرار نده به تدریج گام به گام درمان نمیشه. توی OCD چیکار میکنیم؟ نگاه کنید مثلا وقتی یه خلاقیت فردی یک فرد OCD آقا با عمدی که آلوده سازه باعث روبرو بشه، تا زمانی که مادامی که فرار میکنه با کامپالشن ها رو انجام نده. همین درمانا انا مثلا یکی گفته از خیابون میترسیم مثلا، خب آها وایسید اول خیابان‌های خلوت، گذر از عرض خیابان نسبتاً شلوغ، خیابان خب جاهای خطر ما هیچ وقت تسکی نمیدیم. مثلا برخی جا اصلا انتخاب خیابان برای عبور غلطه ولی ایرانی‌ها اون رعایت، تو خارج حتی میگه تو اونجا بزنی بکشی اون مقصره، یعنی حتی باید بیاد خسارتی که به ماشین وارد شده رو پرداخت. یعنی جایی که اجازه عبور ندادن شما نباید عبور کنید. حالا تو ایران همچین چیزی حتی به خاطر که هر دو فضا اختشاش داره. یعنی جایی من قبلا گفتم که دکتر خدا رحمت کنه دکتر حق شناس زبان شناس بود، ایشون تقریبا میشه گفت از کودکی تا جوانی رو تو فرانسه و انگلستان سپری کرد بود. با یه خانم فرانسوی ازدواج کرد، اومد بود استاد دانشگاه تهران. یکی از بچهای زبان شناس میگفت اوایل که با خانوممون از فرانسه اومده بودیم، میگفت بزرگترین مشکل ما عبور از عرض خیابان‌های ایران بود. میگه تقریبا احساس می‌کردیم محاله. خب میگه تو خارج یک دختری اومده، حقیقتش مریض که نیست، برای مشاوره ازدواج اومده بود و بعد نیست اینم اشاره کنم. من اول گفتم اونجا چجوریه، چون ایتالیا زندگی میکنه، البته فوق لیسانس مهندسیشو میگیره. این میگفت که تنها چیزی رو ایتالیا تازه میگن کشور زیاد مثلا اونطور مثلا یه خود فرهنگش باز اینوری نزدیکه، ولی میگه تنها چیزی که اینکه حس احترامی که به آدم دست میده. بعد میگه وای دکتر شما همین که پا میذاری تو خیابون ماشین ها تقریبا توقف میکنن. میگه گاه قدرت هست ما ایرانی دچار شرمندگی میشیم، آقا ما ارزش نداریم بیاین ما رو زیر بگیرید، چرا ما رو زیر نمیگیرید؟ خب یه همچین احساسی میگه با آدم دست میده، یعنی لبخند میزنن و صبر میکنن تا تو عبور کنی. این بیچاره دکتر حقشناس میگفت که من با خانم مثلا اونجایی که تازه خط کشی شده میگه تو پا رو میذاشتیم، میگه تو خارج میذاری فوراً میگه اصلا باید استاپ کنن، میگه خود ایرانی‌ها بهش گاز میدن یعنی بیای لرت میکنن. خب ما میگفتیم دیگه میگه این بیشتر گاز میده، بعد میگفتیم نه نمیشه اینجوری وا میستادیم.
هی ماشین بود که یه ماشین دلش سوخت عین حقیقته. میگه من او کردم، میگه که برگشتم بهش گفتم، میگه دیدم چوب برداشت گفت مرد حسابی من اجازه دارم دارم فوشم میدی؟ میگه تا بتونیم بفهمیم اینجا چه خبره پدرمون در اومد. خب منظورم اینه که خیابون جایی که بالاخره آدم ها آموزش شد. من یادم هیچ وقت یادم طفل فوق لیسانس میگرفتیم تابستون برای این بیچاره دانشجوها کلاسایی گذاشت دانشگاه تهران. اونجا میره دانشگاه تهران میدونی که خوابگاه پسر امیرآباد هست، بعد اون پل مدیریت اون وقت پل نبود، حقیقت ما اونجا با سرعت میتونیم اونجا ماشینا با سرعت عجیب غریب میومدن، یعنی به هر حال 7 روز مرگ رو در جلوی چشم خودمون ولی نگاه می‌کردیم ده بدو بیچاره‌ای که اومده بود خواست عبور کنه ماشین زد کشت دیگه. هیچ وقت وقت دانشگاه شلوغ شد گفت آخه چرا امنیتی نیست، چرا عبور از خیابان، چون دانشگاه مدیریت هست تربیت مدرس، این وقت خوابگاه است. بعد منظوری که خب اونجا آدم اگه نترسه با میگم همین سیستم آلارم رو کارگزاری نمیدونم در شرایط عادی، ولی اگه باشه جایی که مثلا آدمای دیگه هم عبور میکنن ما بترسیم، باید از طریق اکسپوزه منظورم که از هر چیزی که اجتناب میکنیم از طریق رویارویی، ولی بعد منطقش رو روشن کنیم که چرا لازم این کار صورت بگیره. مثلا من بر اساس همین اصول 2 تا بادی دیسمورفیک دیزوردر رو درمان کردم. بادی دیسمورفیک دیزوردر یکی اومده بود مثلا حقیقت هر دوشون هم بعد از خودکشی اومده بودن، نه اینکه مرده بودن ارواحشون نجات پیدا کرده. هیچ وقت یادم نمیره دکتر نابل فرستاد حتی مثلا این عضو میخوام خودکشی کرده بود، باباش دیگه آواز از بیمارستان اون لباسش هم هنوزم شستشو داده بودن، لباسش کثیف بود و اینها. پسره رو آورده بودن دانشجو بود، باباش که بود من باید عمل جراحی بشم. باباش هم بیچاره کشاورز مثلا منطقه کشاورزی تبریز اطراف بودن، دیدم پدر دست پینه زده و فلان اینا. این پسر تیپ کرده مواد اینا میگو دماغم عمل بشه. بعد میگو این پیشونی کوچیکه پیشونیمو بزرگ کنه، حالا پیشونی رو چطور بزرگ میزنن مثلا بزرگ میشه پدرش. میگو اینجا هم عمل بشه خود باز بشه مثلا. دماغشون گنده بود حقیقتش. ولی خب چه اشکالی داره آخر؟ مثلا پسر جماعت اشکال نداره دماغ گنده داشته باشه، چیکار کنه؟ دختر باز یه چیز بیچاره اینجا تو سلکت می‌کنی، اون باید سلکت بشه. اون اولین دماغ گنده باشه، کله صاف پاس بشه. چون اینا زیاد متغیرهای معنادار در انتخاب زوج نیستن. خوشبختانه مرد هرچی زشتر شانسش بیشتر. زنده با زشتی ها اینه که آقا این اومد مثلا این از نگاه که داره چیز اکسپوز میکرد. مرد دانشگاه نمیرد، اگر نمیرد ردیفای جلو نمینشست، ترجیح میداد ردیفای عقب بشینه که کسی اینو نبینه، مخصوصا از این خانوما او رو ببینن. و احساس میکرد افکار ایده رفرنس داشت که همین میگه این چقدر زشته این چقدر فلان میشه چی ایده گام ممکن حتی تا حد دیلوژن هم اون وقت میشه سوماتیک دیگه، دیلوژنال سوماتیک. و از نگاه کردن با آینه گاه به افراد نگاه میکنن، گاه مخصوصا وقتی حالش خیلی بد میشد که مثلا تصادفی و مثلا تصویر آینه‌ای شد تو دانشگاه، مثلا پنجره‌ها اینا باز میشن. و حقیقت اول من گفتم واو اینو با چیکار کرد، چون آخرین بار دیگه دست به اقدام به خودکشی زده بود که نجاتش داده بودن، اینجا بستری شده بود. منظور که از طریق اکسپوژر درمان کردیم دیگه، البته رو شناختاش هم کار کردیم. انا حقیقتش با من دوست شده دیگه، یعنی که هر از گاهی میاد تبریز، چون مال اطراف میاد حتما میاد دانشگاه تبریز یه سری میزنه، میگم خوب شد یا نامذهب خوب نه. بعد از این موقع دوستشن تا خواستگار پیدا کردم. گفتم دیدی قیافه مهم نیست، اصلا دختر به قیافه نگاه نمیکنه، فقط باید بگی چه سری چه دومی عجب پایی، اون تکنیک داره. حقیقتش تکنیک داره، تکنیک به تکنیک اضافه این قیافه کجاست؟ زبون. نامش میگم یعنی شاخ مردا کجا رفته؟ گاوا ما هم میجنگن نرها، مردا آقا شاخشون رفته رو زبونشون از تکاملی دیگه، یعنی هرچی چرب زبانتر موفقتر. خب مثلا درونگراه سرشون بیکلا میمونه، برونگراه ها میبینی راه به راه. نه پسر سیاه بود کتوله اینقدر
تو دانشگاه تهران بودیم، این بعد آقا جان اینو به عنوان دزد گرفتن و اینها، چون کارمند بود اینا نیخواست. آقا این وقتی رفت اونجا بهش خوابگاه دیدیم خدای این نگهبانی میگه بابا درست من گفت بخشی تو گفت این سیاه‌سوخته میدونی اینجا بود دزد گرفتیم اینا میره از که اتاق بچه دزدیم کرد. گفت چی؟ گفت بابا هر روز یک دخترایی میان دنبالش که آقای دکتر فلانی کجا هستن؟ اون دکتر فلانی قول میرمونی بله جان. خب میگه چه دخترایی؟ یک به یک چیز داره همه این پسری اینطوری نگاه فکر کنم میشه. بعد من حقیقتش اتفاقی این پسره رو دیدم، گفتم پسر میگم قدیما تو مور مار داری؟ هر روز اونجا دخترها صف میکشن آقای دکتر فلانی اینها. گفتم تو چی کار میکردی؟ آقا نه قیافه داری نه فلان داری. حقیقتش گفتم آقا قیافه شد آدم داشته باشه. گفت بابا زبون، اون به من گفت زبون. گفت برو هر روز رو توف بیاندازه، ولی برو هر روز رو توف رو بیاندازه. یه روز که نری دلش برای توف انداختن تنگ میشه، بعد عاشقت میشه. تو خیلی این میومد چوری توف مینداختم روش. خوب اینطوره اینا پاشنه آشیلشون توجه مستمر و مداومه، شرطی شدن دیگه. مثل نارسیسیسم، حالا بحث اونا چون من دلبستگی رو سخنرانی کردم، دلبستگی عاطفی در دانشجویان و روش مقابله با آن. خب دوستان بیایم این بحثم بکنیم، بس مرور تمرینات احتمالی چیز و چیز، ارزیابی دلایل اجتناب، سوء تعبیر از چیز. مثلا افکاری که مثلا من نمیخوام نفس زدن رو انجام چون میترسم که نتوانم بیش نفس کشیدن رو متوقف کنم، هیچ کس اونجا نیست تا به من کمک کنه. خب این سوء تعبیر نمیشه، میترسم اگر ادامه بدم اضطرابم مرتب افزایش یابد. این یه تفکر معمول در اضطرابی هاست که فکر میکنه اضطراب ممکنه متوقف نشه و کلشون بترکه، فشار بیاره، قلبشون بیسته. خب میگه مقابله چی؟ آزمایش رفتاری، چالش شناختی. آزمایش اینه که میذاریم تو چیز 5 دقیقه این کار رو بکنه و بعد میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده. تمامی الگوهای اجتنابی از لحاظ شناختی باید توجه بشن. خب تکلیف پیش رفتن در سلسله مراتب رویارویی با برگه‌های احساسات درونی فرضی آزمایی صورت میگیره. خب جلسه 9 یه چیز مؤلفه جدید اضافه میشه. خب تداوم رویارویی با برگه‌های احساسات درونی در موقعیت‌ها یا فعالیت‌های طبیعی. من گفتم که دو دسته فعالیت، یه دسته که ما القا کردیم، یه دسته که خود به خود فرد، مثلا میگم اینجا گفتیم مثلا شبیه چه تمرینات بدنی، مثلا طرف قبل از این پیاده‌روی میکرد، میدوید، ورزش میکرد، حالا تمام این فعالیت‌ها رو متوقف کرده. فعالیت بدنی شدید دیگه انجام نمیده، به سرعت از پله‌ها بالا نمیره، غذای سنگین نمیخوره، احساس پری میترسه که اضطراب بیاره یا پنیک بیاره، به سرعت از حالت نشسته خارج شدن و ایستادن، رانندگی کردن با پنجره‌های بالا کشیده و با بخاری روشن ماشین، مصرف قهوه و چای یا مواد حاوی کافئین. دوباره میایم در جلسه 9 یه هایرارکی جدید تنظیم میکنیم، ولی این بار با چی؟ با برخی از باز دقت کنید اینجا فعالیت هنوزا، فعالیت هایی که با احساسات بدنی اضطراب همراه هست ولی به شکل طبیعی در زندگی دقیقاً الان شما بگردید پیدا میکنید. یعنی محاله، میگم البته محال نیست چون کتابا گفتن برخی ممکن از فعالیت نترسن، ولی دسته قابل توجهی از پنیک دیزوردرها معمولاً از یک سری فعالیت‌ها پرهیز میکنن. خب و اون وقت دوباره اینجا هایرارکی تنظیم میکنیم به کمک فرم 3 و اون وقت تمرینات آغاز میشه. این دوباره رویارویی در اون جلسه بین جلسه. حتی نگاه کنید اونجا اون تمرینات هم وجود داره، این تمرینات در واقع اضافه میشه و تمرینات و باز حین رویارویی بازسازی شناختی صورت میگیره. فقط این نکته من به نظرم فوته که اینجا بازسازی شناختی حینه. توی سوشال فوبیک هم اینطوره، شاید اینا برخی دقت نکنن، تو سوشال فوبیک هم اینطوره، یعنی حین رویاروییه که بسیار انجام تسکه که بازسازی باید صورت بگیره. چرا؟ چون آقا میبینید تو درمان‌های مثلا
ما اینطور باید یه چیزی بگم که باز زمینش تو درسای تئوریکه. دیده شده اختلالات یا تعمیم یافتن یا محدود شده. اختلالات تعمیم یافته مثل دپرشن، منظور چیه؟ مثلا پنیک هم بالاخره حالا درست گذرا من، ولی بالاخره یه جاهایی هست که احساس آرامش داره. ولی متأسفانه دپرشن تعمیم یافته است. یعنی همه موقعیت ها ممکنه تروارهای افسرده‌ساز رو فعال کنن. عروسی، عزا، تنهایی، جشن، بیرون. بنابراین مثلا درمان دپرشن خیلی سخت‌تر از درمان اضطرابه. امروزا میگن اضطراب اگه درمان نشه میگن رابطه خطی. اضطراب اگه درمان نشه دپرشن روش سوار میشه، رابطه خطی داره. مثلا سوشال فوبیا شاید عجیب باشه براشون. سوشال فوبیا اگه درمان نشه دپرشن میاد روش. خب تو اونا چون وقت باید تروارهای مستقل از کانتکست فریه، اونا بایستی چیز بشه. خب به تدریج شناسایی و حذف رفتارهای ایمنی بخش و حفاظتی بسیار اهمیت پیدا میکنه همراه با برد. یا اینا چیه؟ رفتارهای ایمنی بخش همراه بردن موبایل، اشیای شانس‌آور، قدم زدن با آهستگی، ایستادن با آهستگی، نزدیک مراکز مراقبت پزشکی تمرین کردن، یا زمانی تمرین کردن که یک نفر در خانه هست. متوجه هستید؟ یا تمرین کردن در روز، نه غروب که این حساسه بهش. پس بنابراین در اینی که این تمرینات رو میدیم که فرد انجام بده، هر جلسه تسکی داره باید انجام بده، افکارش رو ضبط کنه، بیاد چالش صورت بگیره و دوباره بره هی تمرین جدید، این روند هی رفتن و آمدن تا تمام فعالیت‌های چه اونایی که ما تعبیه کردیم چه اونایی که خودش پرهیز میکنه به تدریج از بین بره. در اینجا یه آزادی عمل ایجاد میشه، یعنی فرد محدودیت‌هایی که داشت دیگه اون محدودیت‌ها رفع شده، محدودیت‌های فعالیتی رفع شده. خب نگاه کن اینجا تکلیف جلسه ما رویارویی دست کم 3 بار با 2 آیتم فهرست شده یه سلسله مراتب تهیه شده. بس دست کم 3 بار در روز و هر بار با 2 آیتم، یعنی که 2 آیتم رو طی روز بایستی 3 بار باش رویارو بشه، انجام بشه. و میرسیم به جلسه، باز میگم هر جایی که سوال بود، چون اینجا اگر مثلا دوستان اگه بخوان رول پلی کنن باید یه نفر نقش پنیک رو، یعنی بیماری که دیده میشه این کار کرد، باید این سلسله مراتب رو تهیه کنید. ولی من توصیه‌ام اینه که به اصطلاح اگه بیماری کار کردید به هر حال این انجام بدید این کار رو، این سلسله مراتب رو یه استاد سوپروایزر ببینه. چون تجربه من اینه که وقتی دانشجو میگه چون مثلا اگه پنیک ندیده یا پنیک رو تجربه نکرده سلسله مراتبش خوشن در نمیاد. یعنی اینجا تکنیک همون که من چطور سلسله مراتب درست کنم. حقیقت ما زمانی که CBT داشتیم اینطور نبود که استاد میومد همین گام ها رو میگفت، ولی چون ما تو درمانگاه کار میکردیم میگفت آقا در ترم یا در طی 2 هفته آتی دست کم یک سلسله مراتب بیارید. آقای دکتر قاسمی زاده ما سلسله مراتب رو میبردیم بهشون نگاه میکرد که درست تنظیم شد. چون اینا میگم سلسله مراتب معمولا وقتی میدیم حالا میگن ترجیحاً باید اینا جوری باشه که 5 واحد دشوار بشه. چون اگه نردبون بخواید بسازی نمیتونی یه نردر اینجا بزنی یه نردر 1 متر بالاتر، درسته؟ نکته دیگری که تو سلسله مراتب است گام ها نبایستی از هم خیلی گپ زیادی داشته باشن تا فرد بتونه به سهولت وقتی یک سطر رو تمام کرد بتونه به سطر بعدی. خب اینو باید من برم با بیمار واقعی ببینم، چون بیمار شدیدترین حالات رو میگه. آیا میتونم اضطراب‌های متوسط و خفیف رو شناسایی کنم و این گام‌ها رو تعبیه کنم؟ این تا با بیمار تمرین نشه و یه استادی نبینه بگه آره این سلسله مراتب خوب تنظیم شده، مگه اینکه بگه آقا من بیمار داشتم تمام خصایصش میگم خب اون وقت رول پلی کن، این آقا شما سلسله مراتبش رو استخراج کن. منظور که عملی یعنی این که من بدونم دقیقاً توی یه جلسه بایستی چیکار کنم، ولی ممکنه پاری از اینها مثلا تنفس دیافراگمی رو میشه یا ریلکسیشن ترینینگ رو میشه، ولی تنظیم سلسله مراتب مستلزم حضور که بیماره. حالا مگه اینکه کسی داشته باشه، منظور که این کار باید بشه تا فرد اون لم تهیه، چون کتابا گفتن تنظیم سلسله مراتب یکی از کلیدی ترین تکنیک هاست. و حتی میگم که حتی تو سوشال فوبیا که حالا کارباشو خواهیم داشت میگه اگه تنظیم کنی 50% راه طی شده، 50% راه درمان، چون بقیه دیگه تایم لیمیت، تایم تیبل دیگه، جدول بندیه که روی هر سطح چقدر ما تسک بدیم، هی تسک میدیم تا اون سطح خاموشی صورت بگیره، اکستینکشن. خاموشی سطح بعدی
به عنوان ترس. حالا البته رویارویی در مورد مثلا سوشیال فوبیا خوشبختانه به شکل تجسمی هم هست. یعنی من همیشه به بچه‌هایی که دفاع تز دارن میگم حداقل 15 روز قبل از دفاع تز ویژوالایز کنید، از ویژوالیزیشن استفاده کنید. بسیار تاثیرگذاره. یعنی کلاس رو ترجمه کردن، کجا نشستن استادا، چیکار میکنن، چطور نگاه رو تقسیم کنن، چطور از پاورپوینت هم استفاده کنن. چون این آدمای مختلف یکی رو فقط ممکنه نگاه کنن. یعنی بچه‌ها سمینار میدن میبینم که گاهی به روی من فوکوس کنید. بغلم آدم هست. لازم نیست. فکر کنم من تو کلاس نیستم. نگاه تو تقسیم کن. ما اینجا میخوایم چیز یاد بگیریم. اصلا مهم نیست چی تهیه کردی. تو داره نخستین کنفرانس تو برای کلاس میدی. پس بنای اینجا یه تئاتر، یه سینما است. زندگی تئاتره بچه. همین خودش یه تئاتر. فیلمه. ولی سناریوش کی می‌نویسه؟ فرهنگ. سوشیال فوبی کیه؟ کسی که نقش‌ها رو خوب حفظ نکرده. تو اینجا چیزی نقش بازی کنم، تو کلاس چطور، تو مهمانی چطور، تو عروسی یکی رو گرفتم بیا رقص ما دیدیم که 5 نفر دستشو گرفتن تو بکش. من بهش گفتم بابا میخوای با مایکل جکسون مراقبت کنی، بیا این وسط خودت هر جوری میتونی تکون بده. اگه یکی اشکال گرفت بعد من رفتم دستشو گرفتم بودم خب حقیقت داماد بود نمیرخصید. دیدم بعد من اینو گرفتم به زور آوردم ولی دیدم رگ‌های این پیشانی زده بیرون. بودم سکته نکنه داماد. بعد بهش گفتم اون لحظه که اومدم تو رو گرفتم آوردم تو جمعیت راست بود. روانشناسیم دیگه. چه احساسی؟ دقیقاً حالت دیپرسونالیزیشن رو گفت احساس کردم رو هوا شناورم. گفت زیر پام انگار این خاک چی کباب درست میکنن چه زغال. خب گفتم دیدی چی کارت کردم؟ ولی عکسشون از میذاریم میخواد یه فیلم بشه. دایخ به اصطلاح بچه‌ها بود. آقا گرفتم دیدم داره میمیره. خدا اینطور بدن خوش. بابا این میدونی چیه؟ حالا ایژوکیشن صورت نگرفته دیگه. تو فرهنگ ما ایژوکیشن صورت نگرفته. بیچاره حاضر یه دونه کور رو صاف کنه ولی 5 دقیقه نرسید. خب بابا میخوای یه تکونی بده، میخوای اینا به شاباش بدم پول بدم بیچاره. اون هم خرج کردی خورده در بیشه. دو تا تیکو آدم با 2 تا تیکو 10,000 تومانی 50,000 تومانی بده ها بریز. یاد بگیر اینا رو. آدم اینو مفت داره پول میدن. اونجا چسبیدی که آشویتس. آقا خب میام جلسه 10 رویارویی با موقعیت‌های گذرهرسان. البته دوستان ممکنه در یک بیمار کوتاه یا بلند بشه. مثلا ممکنه این موقعیت‌ها خیلی زیاد باشه باید چند جلسه پیش ببریم چون باید اونا یه مقداری کم بشه تا ما چون اگه از فعالیت بترسه نمیتونیم اینو ببریم دیگه. خب در موقعیت‌های گذرهراسانه تصاور و اجتناب شونده. بله. مراجعی داشتم من میگفت که اولین اون اتفاقی که براش افتاده بود احساس میکرد که داره سرش یخ میکنه. بعد از اینکه اون احساس یخ کردن سرش بود مثلا حالت سرگیجه بهش دست میداد از حال میرفت و تا میومده مثلا بلندش میکردن که ببرن یه جایی به خودش میومد. اون پنیک نیست دیگه. اون رش کنه چیز بده اعتماد. نه خودش رو میدونست. میگه خودم میدونستم دارن چی کار میکنن. من میدونم اگه از حال بره مثلا قوام عضلی از بین بیفته تا اونجایی که من میدونم این دیگه پنیک نیست. نگاه کنید همین دوستمون ایشون بوده یکی از این بچه‌ها صحبت می‌کرد این کانورژن یعنی همین دیگه. این قشه دیگه قش هیستریکه. دقیقاً همینطوری یه آلرت هست ولی قوام عضلی از بین میره و فرد میفته. خب اینی که به پنیک علالقاعده فقط یک اینو بد نیست بدونید. باز بچه‌ای که با من درس‌های آسیب شناسی پاس کردن میدونن فقط یک نوع اکسپوژر هست که به اصطلاح احتمال غش کردن داره. فوبی خون، صدمه آسیب، بلود اینجری اینجکشن، آمپول زدن. اینو همه میدونن. کسانی که خون میبینن غش میکنن. علتش هم به خاطر رفلکس وازوویگال رفلکس. شما میدونید که وقتی ما میتیسیم فشار میره بالا. بله تو اضطراب
بعد رفلکس وازوویگال که واکنش جبرانیه در همه ما هست، در همه ما هست. عروق اتصاب پیدا میکنه تا فشار خونی که به سر میره کنترل بشه و به این طریق یعنی در واقع نوعی فعالیت‌های جبرانی در جهت کنترل فشار خون در جهت شرایط هیجان آور یا اضطراب‌زاست. مال برخی افراد این فعالیت وازوویگال افراطی صورت میگیره، یعنی افت فشار یک باره صورت میگیره، فرد غش میکنه. خب اون وقت اکسپوژر اینا باید چجوری باشه؟ گفتن اکسپوژر اینا باعثی با الغای انجماد باشه. من داشتم دانشجوی اتفاقا کردم بود، کردستان اینجا علوم اجتماعی میخونه. ایشون به اصطلاح چون از خون میترسید هر جا دعوا میشد پرهیز میکرد. تو مسافره میگه وای دکتر سراسر اینطوری گرفتم جاده رو هی هم دوست نداره ببینه هم به شدت ابزرو میکرد که اگه تصادفی شد، بعد میگه اگه تصادفی دیگه حالت پنیک بهش دست میداد چون میترسید خون ببینه. خب تحقیقات نشون داده ایشون اگه ببری یا پیش زخمی خون این غش خواهد کرد و بعد اون فکر که من غش خواهم کرد چی خواهد شد؟ تایید خواهد شد. در نتیجه به اینا آموزش میدیم که وقتی البته من خورد اینا و بعد گفتم آخرین نامه از دانشکده علوم تربیتی نامه دادم که آقا تو بخش سوانه یکی از این بیمارستان ها بره و اونجا فقط شاهد باشه. آخرین مرحله استیج رویارویی این بود. ولی بهش گفتم میری به شدت بدن تو سیف کن، دندان‌ها تو به شدت به هم بفشار، عضلات تو سیف کن تا اون وازوویگا این افت فشار اتفاق نیفته. در همه جا ما میگیم ریلکس کن، درسته؟ ولی در مورد اینها باعث میگه بدن تو اینو گفتم خب خوب شد که یاد حالا شما این سوال کردید، چون یه وقت کسی که فوبی خون داره میره بعد بیچاره غش میکنه، تو گفتی غش نمیکنه، گفتم پدرش اینه که اونجا باید بدنش رو سیف کنه. و جالبه که باز دوباره خوگیری مثلا این آقا جلسه دقیقاً میگه آقا میارن لته پار شده استخوان شکسته تصادفی ها موتوری ها و میگه که خیلی قشنگ دیگه تحمل میکنم. با اینکه مثلا شاید 7 جلسه بیشتر ایشونو ندیدیم، بعد نامه دادم این رفت و رویارویی ها صورت داد و تقریبا از شر این احساس چیز من خودم تو جبهه خیلی دیدم. ولی جالبه یه بار من خانومم دستش متاسفانه اینو باز اینجا خانم چون زیاده بدونم بد نیست، متاسفانه این سس که میریزن اینا این چیزا استاندارد نیست. بعد ما اونجا رفتیم که با دست چندین خانم اینطور الان ما دیگه این فشاری ها رو میگیریم چون اونم یه مشکلاتی داره، ممکنه جنس این سس میریزن محرام فلان رفت تو چیز کنه شیشه تو دستش خورد شد و دقیقاً زد. من دیدم این عمقیه، خودش میگفت نه خوب میشه فلان، گفتم نه بابا این عمقیه باید رفت. خوشبختانه از این جهت چون اگه میرفتیم برای همیشه این دست فلج میشد. اینجا رفتیم گفت که عصب قطع شد و یکی از تاندون ها پاره شده. چه گرفتاری عمل جراحی فلان، ولی اون وقتی که این چیزو فرو کرده بود تو این چیزش، منظورم اینه که اونجا آدم چون احساس خیلی علاقه داره به مثلا یا پسر یا همسر، حقیقتا من یو بدنم داغ شد. اونجا فهمیدم که پنیک یعنی تا که قبلا من خودم جمع می‌کردم تو حقیقت تو جبهه خودم استخوانی که داغون شده جمع می‌کردم تا بره ایکس ری که پا باید قطع بشه یا اینکه نه نیاز به عمل جراحی داره. یعنی شما اون بخشی که ما کار می‌کردیم بیمارا رو رزمنده ها رو جمع می‌کردیم می‌فرستن می‌آوردن، ما اینا رو باید پا رو با ظرافت اولی که مدون انگشت گرفت اون جا کشید فوش گفتم بابا اونطور نیست، نگاه کن ما این مثلا کارتون مینداختیم پایین آلام البته چیز تمیزه چون نمیشد دیگه پا رو گرفت، پا داغون بود دیگه، متوجه هستید؟ این خود این که پا رو چطور بذاریم زیر اینکه عکس بگیرم که پا دقیقاً چطور مثلا تا اینجا که مثلا پای لته پار شده رو من جمع می‌کردم که ازش عکس بگیرم. ولی مال خانم خودم دیدم او تپش عرق اینا گفتم می‌سونی من حالم خوب نیست گفت برو بشین. نشستیم دیدیم بدن یه گرما زد اومد پایین، گفت نه میزون. خب منظورم اینه که اونجا بله یعنی توی چیز رویارویی با زخمای باز بعد آدم هابیچویت میشه بعضی موقع، ولی اوایل ممکنه دقیقاً این وازوویگال رفلکس ها ما رو بیهوش کنه دیگه و خطرناکه. چون مثلا من قدیم گفتن حمام میگیره، الان چون سنتون زیاد نیست مثل من، اینه که قدیم حمام‌های عمومی بود. بعد حمام‌های عمومی معمولاً برای اینکه محیط حمام گرم بشه حمام رو روی موتورخونه درست می‌کردن، اونجایی که مثلا زیر آتش می‌دادن
بعد این نه که تو محیطم بخار میزد و واقعا نفس تنگی می آورد. یه عده‌ای میخوابیدن و حمام اینا رو میگرفت. من قشنگ دیدم که چند نفری که همینطور لباس میپوشتن یا میرفتن. اینا بخاطر اینکه فشار میره بالا و بعد میاد بیرون افت فشاره. متوجه هستید؟ اینه که الان دیگه چون حمام‌های قدیمی رفته پیکاره، شما چنین تجاربی رو مشتمال رو ما میدیدیم و تعجب میکردیم. اینی که منظور که حمام میگیره جای گرم. یا کنید این حتی اونجا به خاطر چیزم هست بچه‌ای که به اصطلاح این سره نه اون بالاتر چیه؟ نه این میگه آخه سر این الان به اصطلاح تهرانی‌ها میرن، بونی‌ها به اصطلاح جای دیگه میرن، اسم شهر یادم رفته، خیلی خیلی طبیعیه. بله میگه اونجا برخی از من ندیدم ولی میگم برخی از که آدم‌ها میرن حتما باید با نفر برن، مثلا میگیره الان بوگردشه یا گرمای شدیدشه که اینا اینه که میگن مثلا معروفه طرف اسم این شهرها یادم رفته، مشکین شهر. اطراف مشکین شهر میگه جاهایی هست که اگه آدم‌ها برن که وارد نباشن ممکنه بگیرن اونجا بیفتن و غرق میشن. حتما باید یه آدمی که بلده باشون، مثلا گرمای زیاد من مثلا فشار رو باز میبره بالا و بعد فعالیت‌های جبرانی برای تصحیح اینه که اینا هست دیگه. خب دوستان بس موقعیت‌های گذرستان ابتدا مهم است تمایلات به اجتناب از تکالیف رویاری با برگه احساسات درونی طبیعی ارزیابی و تصحیح شود. شناسایی فرضیه‌های غلط زیربنایی در نظر گرفتن داشته باشه که شکل از اجتناب تکیه کردن به محیط یا علائم ایمنی بخش محیطی، سوالات در شیوهی که رویارویی طبیعی انجام می‌گیرد. در صورت شناسایی 2 آیتم برای هر هفته انتخاب اینا رو گفتیم بازسازی شناختی. خب اینجا رویارویی زنده به موقعیت‌های اشاره داره که در اونها پیش بینی می‌شود اضطراب و پانیک رخ دهد. گریز از آن دشوار یا کمکی در دسترس نیست. خب گذر هراسی یا این مشخصایی که اینجا آورده پیش بینی میشه که اضطراب و پانیک رخ بده. این دوتا خیلی گریز از اون دشوار نیست یا کمکی در دسترس نیست. یا مثلا فرار از اون باعث شرمندگی میشه. این تعریف مثلا شما که اتوبوس میان شهری میری، حالا اینایی که گذر هواسی دارن ترجیح میدن با ماشین شخصی مسافرت کنن. چرا؟ چون هر جایی که اینا باید این احساس داشته باشن که اراده کنن میتونن فرار کنن. هر شرایطی که این احساسی که من میتونم فرار کنم رو دستخوش چیز کنه در اینها ترس گذر هراسانه. مثلا سینما اگه برن کنار رو انتخاب میکنن یا تئاتر یا هر جایی هر چیزی تا هر وقت اراده کردن بتونن سینما رو ترک کنن. اتوبوس میان شهری سوار نمیشن. هواپیما اینا دقت کنید ترس از هواپیما هم میتونه اسپسیفیک فوبیا باشه هم میتونه گذر هراسانه باشه. باید بپرسیم به چه دلیل. چون میگه اگه حالم به هم بخوره یا نمیتونم از هواپیما پیاده شم، که از هواپیما نمیتونم پیاده شم، اینجا این گذر هراسیه. اونجا اون مثلا میتونه هواپیما بیفته بمیره، مثلا اون گذر هراسی نیست، اون اسپسیفیک فوبیا است. متوجه هستی؟ گذر هراسی به شرایط اشاره داره که میگم یا گریز ممکن نیست یا گریز از آن مستلزم شرمگین شدنه. مثلا طرف سر صدا کنه اتوبوس رو نگاه دارید، بعد بگن چیه؟ بگن نگاه دارید من باید برم هوا بخورم. یه بار دو بار به دست بردار دیگه. یعنی چه آخه؟ راننده گوش نمیکنه که میگه من به موقع بایستی برسم. در نتیجه چون میگه که راننده حرف ما گوش نمیکنه ترجیح میده با راننده شخصی بره که هر جا خواست بگه نگاه دار من باید برم بیرون. خب هواپیما انتخاب نمیکنن چون میترسن همین گریز از هواپیما ممکن نیست، پیاده نمیشه شد. گذر از زیر گذرها عبور کردن. من خودم وقتی میرم زیر گذرم ها عبور کنم که ترافیک باشه آرامش هم از دست میدم. که مثلا الان اینجا زیر گذر اتفاقی بود بیرون من کجا باید زیاد بشه دیگه. مثلا تو دانشگاه اصلا نمیتونستم تخت زیر بخوابم. 2 طبقه تختایی که تو خوابگاه بوده مال شما بیشتر به نظر میرسه که همون اسپسیفیک فوبیا است. سخته، گاهی با سخته. مثلا یه آقای به من رجوع کرده این از حبس شدن در اتاق، هر اتاقی احساس کنه حبس شده درشو نمیتونه باز کنه دوچاره. بعد خب قایشن نیاز شرطی سازی چیه؟ گفتم چجوریه؟ گفت از وقتی خودم شناختم این ترسا رو داشتم. انا استاد دانشگاه است. دقیقاً به کلینیک ما رجوع کرده گفته گاهی بچه‌ام دیگه میخندن. میگه اگه احساس کنم حتی میتونم با شکستنم برام باز زیاد منو ناراحت نمیکنه. ولی جایی که احساس کنم گیر افتادم دیگه من موندم. خدا این بیشتر
فقط چون از فضاهای حبس شده است به نظر میسه بیشتر اسپسیفیک فوبیاست، از یک سری شرایط میترسه. مثلا همینجا توی بیمارستان رازی مثلا من کارم می‌خواستن اینجا انتقال بدن، اومدن دیدم در بخشا رو قفل میکنن، کارمندا میرن تو، نتونستم قبول. ما یعنی اسپسیفیک فوبیاست، یعنی ترس از فضاهای بسته. مثلا میتونه به یه تعبیر مثلا آگروفوبیک باشه، ولی آگروفوبیک مثلا باید متعدد باشه دیگه، جاهای فقط فضای بسته. بعد مثلا میگه شرطی سازی، الان مثلا پاولویچ میگه آقا من کوچیک که بودم یاد میاد داداش بزرگم مامان یه شوخی میکرد وقتی پدر مادرم نبودن، من به زور مینداخت. قدیم تو خونه ها صندوقچه بود، الان شاید باشه، ولی من خودم عاشق اون صندوقچه بودم. باز میگم معمولا لباسای تازه میذاشتم، بعد نفتالی میذاشتم یه بوهای خاصی میداد. میگم این صندوقچه رو باز میکرد، من مینداخت توش، بعد میبست روش مینشست میخندید. گفت بارها این شرطی شدن دیگه. الان تا یه جای احساس میکنه فضا بسته است، دوباره دقیقاً حالت پنیک بهش، ولی اینجا پنیک وابسته به گیر افتادن در یک شرایط چیزه. خب اینجا ما باید فقط با این موقعیت این رو اکسپوز کنیم، ولی میتونیم مثلا این موقعیت رو به تدریج دشوارتر کنیم. من مثلا اون اسپسیفیک فوبیاست، ولی اینجا مثلا آگروفوبیا بیشتر مثلا همین موقعیت هایی که گریز از اون نیست میفته و کمکی در دسترس نیست. واسه همینه که میدونی که تیپیک چون 2/3 زن آگروفوبیک میشه دیگه. میگن میخوای کیس تیپیک آگروفوبیک ببینی کیه؟ تیپیک به اصطلاح آگروفوبیک خانومیه که همه جا سایبار مرد همراهشه، یعنی خرید میخواد بکنه باید بازار بره این باید باشه، هر جا باید او باشه و برخی شوهرها از ایفای نقش لذت میبرن و اون وقت میشه عامل تداوم دهنده. حالا خواهید دید در اینجا مشارکت عضوی که داره این نوع خدمات رو ارائه میکنه حتما باید او رو توجیه کنیم که به تدریج باید از این نقش شانه خالی کنه. بله. نگاه کن اونو میگن که یک مورد شرطی شده، یعنی یک مورد مثلا اگه به دلایل فیزیکی مثلا نگاه کنید یکی رفته ورزشگاه بعد موقع بیرون اومدن زیر دست پا افتاد تا حد مرگ و بعد نجات پیدا کرده، یا اگه به اصطلاح بعد از اون نسبت به شلوغی بترسه، این میشه اون اسپسیفیک فوبیا. ولی به تدریج اگه از تنها بیرون اومدن بترسه، یعنی اون بهانه‌ای شده برای شرطی شدن ها، از جای تنها بترسه، از یک فضای فراغ بترسه، از یک فضای، اون وقت میگیم تبدیل شده به آگروفوبی. یعنی اگه شما باز کتاب من گفتم بالو رو ببینید به نام ابنورمال سایکولوژی، هر فصلی میاد نمار میده، میگه بالاخره یه شرطی شدنی اتفاق افتاده و بعد فالس آلارم ها شکل گرفته. یعنی نگاه کنید ما اگر نسبت به جمعیت بترسیم و به خاطر که تجربه داریم خب این ترس دیگه، ولی اگه این باعث بشه که هر موقعیتی که مثلا شباهت سوری با این موقعیت داره در ما ترس، مثلا بعد ببینید تو آسانسور هم میترسن، تو زیر زمین هم میترسن، تو خونه به تنهایی اگه بمونم یا تو فضا، اینه که اون بنیان شده برای شکل‌گیری آگروفوبیا. من گفتم که یا این آقای رانندگی گفتم به خاطر که اگه تکاملی ببینی خیلی قضیه حل میشه. شما میگه آقای خود سیلیگمن کتابی داره، سیلیگمن همه میشناسه، سیلیگمن میگه که من هراس بیمارگونه از کشک دارم و این به اصطلاح چیزی که با کشک درست بشه، میگه به خاطر اینکه یک بار به اضافه این استیک، میگه یه نوع استیکی مثل که تو آمریکا دیدیم که روی شبیه مثلا ما که الان با بادمجون اونا روی استیک اینو کشکی میریزن که اونا سس در واقع. میگه یک بار من رفتم توی رستورانی خوردم و بعد از اون به شدت دچار ازال استفراغ شدید شدم، یعنی میگه جونم دیگه بیمارزم. میگه بعد از اون کشکه یا اون سسه و گوشت رو میبینم، میگه با اینکه من رشتم اینه که میدونم این شرطی شدنه، به خاطر اینکه ساب کورتیکال آخه ساب کورتیکاله. ببین چقدر ارزش بقا داشته. شما یه میوه رو میخوری بعد مسموم میشی، بعد از اون دیگه به اون درخت و هر چیزی که شبیه اون درخت باشه نزدیک نمیشی. یعنی حتی این نوع ترس هم ارزش بقا داره.
و قاعدتا همین، یعنی میشه سبب شناسی. اون وقت باید ببینیم که اون چیزی که ترسی که شکل گرفته آیا به شکل اسپسیفیک فوبیا است یا به شکل گذر هراسان است. خب اینه که اون میشه مثلا ماشی که اون بیماری رو دیگه راه انداخته. منظور که اون همبسته ها و شرطی شدن هاست که بیماری رو راه میندازه. میگه یه آدمی بعد از یک روز کار سخت احساس نفس تنگی بهش دست داده و احساس کرده داره میمیره، بعد رفته دکتر بهش گفت چیزی نیست. بعد اون وقتی که هوا داغه یا کار سنگینه دچار هول هراس میشه که نکنه من، بعد ممکن مثلا اونجا نره یا مثلا اون کار رو انجام نده، بعد میبینی تو خونم دیگه هیچ کاری نمیکنه. یعنی اینجا چی شده؟ یعنی در واقع همون چیزی که تو روانشناسی بهش میگن تعمیم بیش از حد صورت گرفته و اصول شرطی سازی. میگن چرا آقای آیزن میگفت رفتار درمانی مأخوذ و مستخرج از اصول روانشناسی یادگیری. میگفت فرق ما با فروید اینه که ما تکنیک های ما از روانشناسی یادگیری استخراج شده، هم که چرا بیماری شکل گرفته و هم که مثلا چرا میگه این شرطی سازی باید چی بشه؟ دیکاندیشنینگ. خب نگاه کن تعمیم محرک رو ما چیکار میکنیم؟ روبرو میکنیم با اون محرک هایی که این تعمیم داده ولی خطری نیست تا خاموشی صورت میگیره. تمام بس همینه. بنابراین یقینا شرطی سازی صورت گرفته، ولی بعد ما میام اون تعمیم های بیش از حد رو شناسایی می‌کنیم. مثلا تعمیم میگه توی پنیک به دو حوزه صورت میگیره معمولا. یک حوزه فعالیت هایی که احساسات بدنی ایجاد میکنن، یک حوزه موقعیت ها و محیط هایی که میکنن. میگه ابتدا اگه میخواید درمان کنید، یعنی خلاصه کنیم این بحثایی که داریم تا اینجا، میگه ابتدا ترس از فعالیت ها رو از بین ببرید، چون فعالیت ها رو میشه تو خونه کرد، تو بازار کرد، تو بیرون کرد، یعنی چون همه جا این فعالیت، اگه از فعالیت بترسه فلجه. اول باید ترس از فعالیت ها از بین بره. وقتی ترس از فعالیت از بین رفت، ما میدونیم که پنیک خطرناک نیست. بنابراین دوش داغ گرفتن باراشون، مثلا آدم بالا وضو میخوام تو همون خودشو داره تمیز میکنه، چون هوا کمه، اکسیژن کمه، بخار آب، معمولا ما چی میکنیم؟ نفس میزنیم، گاهی اوقات استراحت میکنیم، آب روی خود سرد میکنیم که این خورده جان ما قوام بگیره. ولی بخاطر چه؟ بخاطر ما پنیک رو تجربه نکردیم. پنیک وقتی توی شرایط قرار بگیره ممکنه یه حمله پنیک را بیفته، یعنی بیفته داد بزنه، نه بیفته قشقونه، یعنی بگه وای من از این حتی شده. میگن که گاهی اوقات مثلا یک خانم، گفتم یه خانم میومد در پنجره رو باز میکرد با دخترش میومد، این میگفت ما یه چیزای عجیب غریب میبینیم، یهو میبینیم مامان حمام رو باز کرده، لخت پریده بیرون، یه هوله بله چون میترسد ماندن تو حمام، همانا از حال رفتن همان. خب اینجا ما چی میگیم؟ میخوام همین دیگه. یعنی قشنگ زبون مثلا یکی از گویا مارگزیده از ریسمان سیاه‌وسفید می‌دازه، هر موقعیتی که چنین احساسات رو القا میکنه فرد یا رویارو نمیشه، اگه بشه ازش فرار خواهد کرد. به چه طرز؟ چون میترسه، میگه اون مغزش میگه اگه بمونی تشدید میشه، تو از بین میری. و انسان‌ها چون همون حس بقای ذات دارن، در نتیجه شیرین مثلا احساس پری معده، چون میگم وقتی غذا سنگین می‌خوری خود نفس کشیدن چی میشه؟ چون شکم فشار میاره، معده دیافراگم رو جمع میکنه، نفس کشیدن. در خانم‌های باردار بچه که میاد بالا اینا کم کم غذا میخورن چون بهشون احساس خفگی دست میده. من از 5 ماهگی به اونور مکافات دارم واقعا. میگم حالا بهشت، میگن نه همون. خب این حقیقتش خیلی کار سختیه دیگه. واسه همین فمینیست‌ها میگن چرا فقط ما. اخیراً خوشبختانه تکنولوژی ایجاد شده که مردان میتونن باردار بشن. یه خود یکی من یکی تو، اگه تو تا میخواد یکی من یکی تو، تا بفهمید. ببینید مردان میتونن باردار بشن دیگه. و 2 تا مرد تا حال بچه زایده دیگه، حتی با استزاری هم. خب دوستان یه استراحتی میکنیم بس رویای زنده بمونه، یعنی گام در واقع اساسی آخری. یه مورد بود، یه خانمی برای ام‌آرآی رفته بود، اونجا حمله پنیک-اتک بهش رخ داده بود. آفرین. اون ترس از همون سوشال فوبی یا از مثلا یا از اون دستگاه ها مثلا ترسیده مثلا میمونه. این فکر من ممکنه اونجا خفه بشم. بعد برای اولین بارم بود. خب چیز دیگه احتمالاً این ترس آمادگی نسبت به ترس از فضای بسته رو داشته، بعد تو شرایط قرار گرفته. اتفاقا این هست، خیلی هستن، دست شما رو خیلی هستن که ترس از فضای بسته بگیسن که قرار از اونجا مهم میشه نیست. میگه اگه به اونجا آدم ممنون کنه من چجوری Cada year.
ولی ماده پلاستیک میشه، با درمان هم کنترل و دارو هم کنترل میشن، ولی خب روی وابستگی ایجاد میشه، فرد همیشه دارو